هموطنان عزیز و گرامی، همایش سالانه پیمان ملی تاجیکستان گشوده اعلان می شود. محترم استاد محی‌الدین کبیری، رهبر پیمان ملی تاجیکستان و همزمان رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، محترم علیم شیرزمانوف، معاون رهبر پیمان ملی تاجیکستان و همزمان هم رئیس انجمن آزاداندیشان تاجیکستان، محترم شرافالدین گدایف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، محترم الهام جان یعقوبوف، رئیس اساتید مهاجران آسیای مرکزی، هموطنان عزیز و گرامی، با عرض سلام و درود خدمت یکایک شما، قدوم همه شما را برای شرکت در این همایش سالانه پیمان ملی تاجیکستان در قدوم همه شما را خیر مقدم میگویم. خوش آمدید، نور دیده، تاج سر. خیلی که میدونید چند روز بعد روز استقلال وطن عزیز است. از فرصت استفاده برده به مناسبت این روز استقلال و همچنین به مناسبت سالگرد تأسیس پیمان ملی همه شما را تبریک گفته برای یکایک شما و برای تمام ملت تاجیکستان، ملت تاجیک بردباری خواهانم. در این همایش سالانه پیمان ملی تاجیکستان رهبران 4 نهادی که این ائتلاف اپوزیسیونی را تأسیس دادند و همچنین مهمانان و فعالان پیمان ملی تاجیکستان در این همایش حضور دارند. قابل ذکر است که پیمان ملی تاجیکستان 3 سال پیش در عرفه روز استقلال در همین شهر ورشو تأسیس شد که خود نشان می‌دهد که پیمان ملی تاجیکستان و تمام آن زیایانی که برای استقلال وطن زحمت‌های زیاد کشیدند و اما متاسفانه امروز از آنها یاد نمی شود، از وارثان اصلی این استقلال هستند. نه آنهایی که امروز از منبرهای کلان
در مورد استقلال میگویند و میبولند، ولی در اصل آنها علیه این استقلال و بودند، علیه این روزی استقلال بودند و علیه آن آواز داده بودند. اینها از سرکرده اشان شروع شده تا دیگر همه آنها مخالفی آنها خواهانی برگشتن به شوروی بودند، به زمان شوروی و به حکومت شوروی بودند. این را یادی آن زیایانی که به خاطر روز استقلال، به خاطر استقلال وطن زحمت های زیاد کشیدن، مثل استاد طاهر عبدالجبار، قدردین اصلانوف، استاد اصلدین صاحب نظرов، استاد سید عبدالله نوری، استاد همت زاده و دیگر زیایانی که برای رسیدن به استقلالیت زحمت های زیاد کشیدند، روح آنها شاد باشد و یادشان گرامی باد. چند بعد از استقلالیت کشور، خیلی که میدونیم امالی رحمان به سر قدرت آمد و با تیر و توپ کشورهای همسایه با دوشنبه وارد شد و جنگ شهروندی 5 ساله ادامه پیدا کرد و نهایتا رحمانوف مجبور شد که صلح بکند ولی متاسفانه چند بعد در سال 2015 امالی رحمان با سرکوب کردن طرف دیگر این صلح را پوره شکست. بسیاری ها فکر میکردند که بعد این سرکوبی وحشیانه 2015 مخالفین دیگر نمیتوانند با خود را تنظیم کنند یا اونها دیگر قادر به یعنی بقای خود قادر به تأثیر رساندن در مسائل سیاسی کشور نیستند. ولی خدا را شکر که باز مخالفین بار دیگر ثابت کردند که آنها می توانند و بعد 2015 نه تنها اینکه آنها خود را تنظیم دادند و بلکه الحمدلله باز یک ائتلاف به نام ائتلاف پیمان ملی تاجیکستان را تأسیس دادند. پیش از اینکه من صحبت را به سخنران ها بتیم، من میخواهم درباره این برنامه یک دو جمله بگویم که بخش اول ما صحبت رهبران و مسئولین پیمان خواهد بود و بعد این یک میز گرد یک تنفسی چند دقیقه‌ای می شود و بعد او انشاءالله میز گرد برگزار می شود که در اون می توانیم برادرای و خواهرایی که در اینجا هستند فکر و نظرهایشان بگویند و همچنین آنهایی که از طریق آنلاین شبکه‌های اجتماعی سوال فرستادند و حالا وقت دارند که سوال بفرستند و با سوالهای اونها هم جواب خواهند گفت. بدون مقدمه بیشتر من حالا صحبت را با استاد محی‌الدین کبیری، رهبر پیمان ملی تاجیکستان میدهم. بفرمایید استاد. به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، پیش از همه یک شما را به سالگرد نوبتی استقلالیت ملی تبریک میگویم و از خداوند منان برای یک شما تن صحتی و برای کشور عزیزمان آبادی، صلح و پیشرفت را تمنا دارم. همزمان با جشن استقلال امروزها ما و شما 3 سالگی تأسیس پیمان ملی تاجیکستان را هم پیشواز میگیریم و همه اعضایان پیمان، هواداران و همه کسانی که در آرمانها و هدفهای ما شریک هستند، همه شما را هم تبریک میگم به سالگرد تأسیس پیمان. اگرچه خودم اعتقاد دارم که تأسیس پیمان در خارج یک امر ضرورت بود، برای یک کاری ضرور، برای یک کاری لازم، ولی برای کاری که باید در داخل تاجیکستان می بود، فعالیت ما در داخل کشور می بود، در خارج آیا تبریک کردن برای تشکیل یک
ائتلاف یا یک گروه در هجرت آیا می ارزد که یکدیگر رو تبریک کنیم یا نه؟ اما اون چیزی که واقعا قابل ستایش است و باید یکدیگر رو تبریک کنیم این که بعد از 3 سال تلاش ها، مبارزه ها، بعد از این همه پیشگویی ها، این که پیمان ملی تاجیکستان حتی 6 ماه داشت نمی کند، 1 سال داشت نمی کند و پراکنده می شود، اما پیمان نه تنها امروز وجود دارد بلکه سال به سال بهتر و قویتر و پیشرفت می کند و واقعا این باعث آن هست یا می سزد که یکدیگر رو تبریک بگیم و یکایک شما بخصوص رهبران حزب و حرکت هایی که مؤسس پیمان ملی تاجیکستان بودند، از آن جمله برادران از انجمن آزاداندیشان، برادران از حرکت اصلاحات اقتصادی و انجمن مهاجرین آسیای مرکزی و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را یکایک شما را هم تبریک میگویم و هم تشکر میگویم که در این وضعیت خیلی هم دشوار در هجرت باز هم خستگی ناپذیر و با تمام تلاش و امکاناتی که در اختیار داشتید ما فعالیت پیمان ملی تاجیکستان را به این حد رسانیدید. امروز این جلسه ما از جلسه های 2 سال قبل و 3 سال قبل فرق میکند. ما در جلسه های قبلی از فعالیت ها و از کارهایی که در هجرت انجام میدادیم، از وضع کشور تحلیل میکردیم، اما این جلسه بیشتر بالای یک موضوع تمرکز خواهد کرد، این هم باشد اعلان برنامه نوی پیمان ملی تاجیکستان که به هموطنان به جامعه کشور اعلان خواهد شد و انشالله من این را هم برای شما همچون بشارت بگویم که بلافاصله بعد از همین جلسه در شکل منشور، در شکل خطی این برنامه در رسانه ها، در شبکه ها اعلان خواهد شد و ما حالا تلاش میکنیم در این جلسه پهلوهای گوناگون این برنامه را به شکل مختصر در خدمت شما بگذاریم. اصلا خود برنامه پیمان ملی تاجیکستان نه تنها از پیمان بلکه تمام حزب و حرکت ها قبل از آن که روی صحنه بیایند با یک برنامه مشخص روی صحنه می آیند و برابر اعلان تأسیس این یا آن گروه در پهلوی آن برنامه کاری یا دورنمای این سازمان اعلان کرده می شود. اما پیمان ملی تاجیکستان در اوایل فعالیت خود تنها با یک اعلان، یک دکلراسیون یا مرامنامه اکتفا کرد که در اون مرامنامه تمام آرمان‌ها و هدف‌های پیمان ملی تاجیکستان به شکل مختصر جا داده شده بود و ما بعدا شروع کردیم به رایزنی، مشورت، صحبت‌های داخلی در پیمان ملی تاجیکستان و به خصوص در همکاری با اکسپرت‌ها، کارشناسان ملی برای نوشتن، برای ترتیب دادن یک برنامه شامل سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی برای کشورمان و الحمدلله با کمک دوستان، کارشناسان وطنی و نه تنها اعضایان پیمان ملی تاجیکستان بلکه بیرون از پیمان ملی تاجیکستان متخصصان ساحه سیاست، حقوق، فرهنگ، دین، اقتصادیات یک برنامه مکمل بیشتر از 30 صحیفه چاپی آماده شد و انشاءالله که در خدمت ملت عزیز و یکایک شما قرار خواهد گرفت. قبل از آن که به محتوای این برنامه وارد شوم و چند نکته اساسی را خدمت شما و هموطنان عزیز بگویم، میخواستم درباره ماهیت این برنامه چند کلمه بگویم. برنامه پیمان ملی تاجیکستان طبیعی است که یک برنامه هست و قابل انتقاد هست، قابل بحث است، قابل تکمیل شدن در آینده هست. اگرچه ما تلاش کردیم که تمام نقطه نظرها را بگیریم، چی از داخل پیمان چی از خارج، و تلاش کردیم که آن یک برنامه کامل برنامه باشد که نه تنها نقطه نظر پیمان ملی تاجیکستان همچون یک تشکیلات سیاسی را در بر بگیرد، بلکه این برنامه باشد که تمام حزب و حرکت ها، حتی حکومت جمهوری تاجیکستان هم میتواند از آن استفاده برد و میتواند آن را عملی کند. یکی از نکته خیلی مهم در این برنامه این است، در مقدمه هم نوشته شده است که این برنامه اگرچه از طرف یک نیروی سیاسی تهیه شده است
برای کشور است، برای ملت است. مناپول تنها پیمان ملی تاجیکستان نیست که اگر پیمان ملی تاجیکستان به سر قدرت آمد تنها ما حق داریم این برنامه را عملی کنیم. یک قسمتی از این برنامه نیاز به وقت دارد و نیاز به آن دارد که اراده سیاسی در دست اون نیرویی که میخواهد این برنامه را عملی کند وجود داشته باشد. بدون اراده سیاسی این برنامه ما قابل تطبیق نیست. اگر اراده سیاسی نباشد این برنامه مثل ده ها و صدها برنامه های دیگر که تا امروز در جمهوری تاجیکستان از طرف حکومت، از طرف سازمان ها، حزب و حرکت ها نوشته شدن در بالای کاغذ خواهد ماند. اگر اراده سیاسی می بود تا امروز کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، قانون های عمل کننده و ده ها برنامه های بسیار خوب که با مبلغ ده ها میلیون دلار از طرف متخصصان داخلی و خارجی آماده شدن، آنها تطبیق می شدن. اما چون اراده سیاسی نبود برنامه ها در بالای کاغذ می مونند. برنامه پیمان ملی تاجیکستان هم نیاز به اراده سیاسی دارد. اگر حکومت جمهوری تاجیکستان دارای اراده سیاسی هست، من مطمئنم که این برنامه پیمان ملی تاجیکستان کمک رسانی آنها خواهد بود و از فردا پس از اعلان این برنامه می توانند شروع کنند به تطبیق برنامه پیمان ملی تاجیکستان. شما هم دیاران عزیز مطمئن باشید که پیمان ملی تاجیکستان، حداقل بنده همچون رهبر امروزه پیمان ملی تاجیکستان این وعده را میدهم که اگر حکومت جمهوری تاجیکستان شروع کند به تطبیق برنامه ما، من یکی از کسانی خواهم بود که پشتیبانی از این حکومت خواهم کرد. برای چی؟ برای آنکه در این برنامه تمام آرمان، البته ما دعوای آن را نداریم که فقط ما میتوانیم تمام آرمان و هدفهای ملی را تشخیص بدیم و بالای کاغذ بیاریم، اما ما تلاش کردیم که این برنامه در مبنای آرمانهای ملی و منفیت‌های ملی باشد. دیگر برای ما فرق نمیکند که این را کبیری تطبیق میکند، علیم شیرزمانوف میکند یا اینکه شبنم میکند تطبیق میکند. اگر یکی از خواهران، یکی از بانوان تاجیک در سر قدرت آمد یا پرزیدنت امروزه تاجیکستان امامعلی رحمان تطبیق میکند. برای آنکه ما تا امروز بیشتر شخصگرا بودیم و بیشتر در اطراف شخصیت ها گپ میزدیم. وقتی اون رسیده است که ملت بیاید بیشتر درباره بالای برنامه ها صحبت کند، درباره هدف ها، درباره عمل ها صحبت کند. چرا من این نظر را دارم که این برنامه میتواند از طرف هر کسی دلخواه اگر اراده سیاسی داشته باشد تطبیق شود، برای آنکه تمام پهلوهای حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی و حتی مهاجرت، معارف، تندرستی را هم در بر گرفته است و از همه مهمش با نظر داشته نه تنها این آرمان و هدف است بلکه مکانیزمی عملی کردن این برنامه هم در داخل برنامه نشان داده شده است و میتوان گفت که یک شپرگالکا یا یک برنامه کامل هم فکری و هم عملی برای دلخواه نفره که این اراده تطبیق چنین برنامه ها رو داشته باشد. نکته دیگری که خیلی مهم است و میخواستم اینجا تاکید شود این است که برنامه پیمان ملی تاجیکستان یک قسمش نیاز به وقت دارد. برای عملی شدن آن وقت نیاز دارد، 6 ماه تا 1 سال. یعنی هر کسی که سر قدرت بیاید، چی ما باشیم چی کسی دیگر، امکان ندارد که در دوام 1 ماه 3 ماه این برنامه عملی شود. و ما باید خیلی صادق باشیم با ملت، خیلی صمیمانه رفتار کنیم. برنامه هم طور آماده شده است که در اساس امکانیت ها، در اساس واقعیت ها و ما تلاش کردیم که از شعار پرتایی، از وعده های به اساس خودداری کنیم و ملت طول تقریبا 30 سال است که تنها از طرف سیاستمداران وعده میشنود، شعار میشنود، اما در عمل آنها رو نمیبیند در زندگیش. بنابراین ما تلاش کردیم که در این برنامه بیشتر واقع بینانه رفتار کنیم، از شعار و از وعده های خالی پرهیز شود
و هدف‌های رو در آنجا بدهیم که خودمان از عهده‌اش میبریم. شرایط و امکانات کشور به این جوابگو هست و ملت هم آن را درک کند، ملت هم حس کند که واقعا این برنامه عملی شونده است. اما یک قسمی از اگر یک قسمی از برنامه 3 ماه، 6 ماه یا 1 سال نیاز به وقت دارد، برای مثال باید که قانون‌های عوض شوند، کنستیتوسیون عوض شود، ساخت دولتداری و حاکمیت عوض شود، تغییرات وارد شود که این در 1 روز، در 1 هفته، در 1 ماه امکان ندارد. اما یک قسم دیگری از برنامه امکان دارد که از فردا عملی شویش آغاز شود. حکومت جمهوری تاجیکستان میتواند از فردا یک بخش از برنامه پیمان ملی تاجیکستان را شروع کند به تطبیق کردن. تا امروز پیمان ملی تاجیکستان را و در مجموع اپوزیسیون را تنقید به آن میکردند که شما فقط تنقید میکنید، شما فقط ایراد میگیرید، اما یگان برنامه مشخص ندارید، راه حل ندارید، مکانیزم اصلاح جامعه را ندارید. و انصافا اگر اعتراف کنیم برخی از این ایرادها و تنقیدها جایی بودن و واقعیتش هم همین بود. زیرا اپوزیسیون تاجیک بعد اون سرکوبگری 5 سال پیش ما نیاز به وقت داشتیم، نیاز به شرایط بهتری کاری داشتیم. اکثر شما در خارج در یک حالت شاک قرار داشتید، مقام حقوقیتون معلوم نبود و امکان نداشت که چنین گروه، چنین اپوزیسیا بلافاصله مسائل های حقوقی و استاتوس و پناهندگی خود را کنار بگذارد و شروع کند به نوشتن یک برنامه دقیق. اما امروز که بعد از 5 سال اپوزیسیون تاجیک در خارج شکل گرفت، به نظام در آمد و امروز هم یک برنامه مکمل آماده شده است و ما با اعتراف آن ایرادها و مشکلاتی که در گذشته داشتیم امروز دیگر می توانیم بگیم که نه تنها همچون اپوزیسیون از کمبودی‌های حاکمیت امروزه گپ میزنیم، آنها را نشان میدهیم، بلکه در دستمان برنامه کامل داریم با نشان دادن راه حل‌ها، مکانیزم‌های تطبیقی آن و حکومت جمهوری تاجیکستان میتواند از فردا شروع کند به تطبیق برنامه پیمان ملی تاجیکستان. در صورتی که این اراده سیاسی نباشد، این خواهش نباشد، دیگر میماند اینکه خود پیمان ملی تاجیکستان یا هر نیرویی که به جای این حکومت به سر قدرت می آید این برنامه را تطبیق کند. باز تکرار میکنم برای تطبیق این برنامه تنها کافی است که اراده سیاسی باشد، خواهش باشد. دیگر تمامی بندهای این برنامه که انشاءالله حالا دوستان ما هم شاید در صحبتاشون باز تکمیل خواهند کرد، در میز گرد هم مفصلتر خواهیم گفت. بنده هم برنامه دارم که باز شاید 10 تا 15 تا برنامه ویدیویی مخصوص برای شرحی بند این برنامه به هموطنان عزیز باز در آینده در خدمت باشم. اما نکته مهم و اساسی، من نمیخوام در اینجا تمام این برنامه 30 صفحه رو به شما معرفی کنم، انشاءالله بعدا خودتون خواهید خوند و از همگان خواهش می شود، چه از کسانی که در این تالار هستند، چه از کسانی که ما را میشنوند، چه هموطنانی که با پیمان ملی تاجیکستان راضی نیستند، این برنامه پیشتر هم گفتم که قابل ایراد هست، قابل تنقید هست، قابل اصلاح و تکمیل شدن هست. این نه یک وحی الهی است، نه یک متن مقدس است، یک برنامه هست که از طرف انسان یا انسانها، از طرف تاجیکستانی ها برای تاجیکستان آماده شده است. در هر مرحله اگر هر هموطنی، هر متخصص بیاد بگه که در فلان بند این برنامه مشکلی هست، حالا البته منظوری من اشتباه های املایی نیست، در مسائل های اساسی این برنامه اگر مشکلی هست، نقطه نظری هست، تنقیدی هست، بدون استحاله به ما بنویسن، تنقید کنن، بفرستن و متخصصان گروه های کاری بالای این برنامه در آینده کار را ادامه خواهند داد تا اینکه در یک روند تکمیلی این برنامه باید که باز هم کاملتر شود و هر کسی که فکر و اندیشه دارد ما خواهش میکنیم که آنها را بعداً به ما بفرستن. نکته محوری این برنامه چی است همدیاران گرامی؟
ما اگر واقعا میخواهیم که وضع اقتصادی ما بهتر شود که در این برنامه هست، اگر میخواهیم وضع اجتماعی، معارف، تندرستی، وضعیت آزادی های دینی و تمام ساحه‌های تاجیکستان اصلاح شود، نقطه محوری یا برنامه اصلی در آن است که باید ساخت دولتداری و نظام فعلی، حاکمیت فعلی عوض شود. اگر ما این کار را نکنیم، اگر این تغییرات کلیدی صورت نگیرد، دیگر امکان ندارد که ما و شما بیایم در فکر برنامه اقتصادی باشیم، اجتماعی باشیم. خیلی که قبلا گفتم از طرف همین حکومت عمل کننده، حداقل من همچون وکیل پارلمان 3 برنامه دورنامه استراتژی حکومت تاجیکستان را در پارلمان راتیفیکاسیون کردگی هستیم که خیلی برنامه‌های خوب هستند. اگر اون برنامه‌ای که خودی حکومت تهیه کرده است، پارلمان راتیفیکاسیون کرده است، برای تهیه شدن و برای تطبیق این برنامه‌ها از سازمان‌های بین‌المللی صدها میلیون دلار گرانت گرفته شده است. اگر اراده سیاسی میبود و همین ساختار حاکمیت امروزه امکان میداد که این برنامه‌ها عملی شود، ما دیگر نیاز نه به اپوزیسیون داشتیم نه به این برنامه داشتیم، خودی همین برنامه‌ها کافی بود. اما چون اراده سیاسی که نبود، ساختار دولتی، شکل حاکمیت، تقسیم صلاحیت‌ها بین پرزیدنت، پارلمان و مقامات سعودی و سروزیر ناعادلانه هست، نامتوازن هست. این امکان نمی‌دهد که بهترین برنامه هم که باشد در حیات تطبیق شود و نتیجه بدهد. بنابر همین نکته محوری برنامه پیمان ملی تاجیکستان این است که باید در حکومت آینده صلاحیت‌های پرزیدنت که شخص اولی کشور است، امروز تمام قدرت در دست یک نفر جمع شده است. حاکمیت سعودی، حاکمیت قانونگذار، سروزیر در سایه یک حاکمیت یا یک شخص قرار گرفتند و باعث عقب‌روی کشور در تمام ساحه گشته است. طبق برنامه ما باید در این سمت تغییرات جدی صورت بگیرد. صلاحیت‌های پرزیدنت یک قسمش به سروزیر داده شود، بخصوص در بلاک اقتصادی. سود عالی تاجیکستان، تمام مقامات سودی باید از حاکمیت اجرایی از پرزیدنت مستقل باشد. نه واقعا یک حاکمیت سودی یک شاخه از حاکمیت باشد. شاخه قانونگذار که پارلمان هست، این هم باید در عمل مستقل باشد. تنها در این صورت می توان گفت که ساختار دولتی آماده است برای تطبیق هر برنامه‌ای که از طرف احزاب، از طرف گروه‌ها پیشنهاد می شود. اما اگر این تغییرات کلیدی صورت نگیرد و این اصلاحات عملی نشود، ما هر چقدر برنامه قبول نکنیم و بهترین برنامه هم که باشد، در قربانی این ساخت ناعادلانه و تقسیم نادرست حاکمیت در تاجیکستان خواهد بود. بنابراین همین اولین قدمی که پیمان ملی تاجیکستان یا هر نیروی دیگری که به قدرت می آید باید این باشد که یک حاکمیت ملی در تاجیکستان روی کار بیاید و یک تغییرات، یک اصلاحات ریشه‌ای در ساخت حاکمیت صورت بگیرد تا اینکه واقعا ما بتوانیم به یک زمینه دولت و کشور دموکراتی، حقوق بنیاد و پیشرفته را آماده کنیم. همکاران گرامی، البته گفتنی خیلی زیاد است، می توان ساعتها در این باره صحبت کرد، بخصوص درباره پهلوهای اقتصادی، پهلوهای معارف، ولی من قصداً از این خودداری میکنم به خاطر آنکه شما بعداً آن را مطالعه خواهید کرد و شاید در رفت صحبت دیگر دوستانم علاوه‌هایی داشته باشند در این موضوعها و در میز گردم باز این را کاملتر خواهیم کرد و مطمئنم که این برنامه ما از طرف شما، از طرف مردم مورد قبول، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و به یکایک شما، بخصوص به ملت عزیزمان، به همه کسانی که ما را در این ساعتها میشنوم، بار دیگر جشن استقلالیت را تبریک میگویم و این چنین سیمین سالگرد تأسیس پیمان ملی تاجیکستان را. تشکر. سلامت باشید استاد محیدین کبیری. من از رهبری پیمان ملی برای این صحبت خوبش تشکر میگویم. حالا صحبت رو میدهیم به
علیم شیرزمانوف معاون رهبر پیمان ملی تاجیکستان و همچنین هم رئیسی انجمن آزاداندیشان تاجیک. فرمایید. سلام علیکم دوستان عزیز. خب عادتا در همین نشست های سالانه هر تشکیلات رسم شده است که یک حسابات برای مردم پیشکش کند و این یک عنعنه است برای چنین تشکیلات ها و بنده میخواهم در چند دقیقه از یک سال فعالیت پیمان بعضی حسابات ها به شما داده باشم. خب بینید حسابات هر یک تشکیلات جمعیتی، تشکیلات سیاسی، این وابسته است توقعات مردم است که مردم چه توقعی دارد از این تشکیلات یا آن تشکیلات و اکثر وقت توقع مردم ما هنوز هم از حزب‌های سیاسی و حرکت‌های سیاسی خیلی توقعی از بودش زیاد دارند. مثال در داخل بودیم، بنده که عضو حزب سوسیال دموکرات هستم، ایراد میگرفتند، تنقید میکردند که شما در 5 سال گم میشوید و وقت انتخابات ها پیدا میشوید و گویا که حزب سیاسی بیاید برای شما راه سازد، منفرش کند، یگان کار دیگر کند که حزب سیاسی اصلا هر تشکل سیاسی پیام خود را با هر واسطه به مردم میرساند تا در بین مردم جانبدار بیشتری پیدا کند و اگر در این دولت انتخابات های شفاف باشند از طریق این انتخابات ها آوازهای بیشتری بگیرد و در تقسیم قدرت شرکت کند. یگان توقع دیگری زیاده باید از تشکیلات سیاسی نداشته باشیم و همین طریق پیمان ملی تاجیکستان هم که در داخل کشور که نیستیم، بیرون از کشور هستیم، حتی اونهایی که در داخل کشور هستند، اون حزب‌های سیاسی مخالفه که اگر در داخل کشور هم باشند چی فعالیتی میکنن، خواه او در فرانسه باشد خواه او در تاجیکستان باشد. همین فعالیتی که همکنون پیمان ملی تاجیکستان کرده ایستاده است، یعنی پیام‌های خود را به ملت، به مردم خود رساندن و از این واسطه مردم خود را، جانبدار خود را از حساب شهروندان خود زیاد کردن و این مردم در کنار ما ایستاد شود تا ما توانیم به آن مرام هایی که این روزانه پیشکش شما کرده ایستادیم این مرام ها را به دست داریم. از همین خاطر خیلی که 3 سال پیش هم گفتیم و 4 سال هم گفتیم ما در 3 سمت میتونیم فعالیت کنیم و هر حزب که تا در داخل کشور هم است همین 3 سمت فعالیت میکند. باز تکرار میکنیم که ما راه نمیسازیم حزب سیاسی پیامش را، دید خود را از پیشبرد جمعیت به مردم میرساند تا که جانبدار زیاد شد. از همین خاطر ما هم در 3 سمت که گفتیم، سمت رسانه‌ای، سمت مناسبت خارجی و سمت حقوق بشری، حمایه حقوق بشری باید فعالیت کنیم و در این سمت خیلی که شما شاهد هستید در سمت رسانه‌ای خیلی پیشرفت داریم در طول همین 3 سال. ببینید در طول همین سال گذشته ما در 2 شبکه ماهواره‌ای توانستیم برایم، متاسفانه اون شبکه‌ای که خیلی معمول در تاجیکستان است و مردم او را خیلی وسیع دسترسی به اون دارد، اون را در طول 1 هفته زدند با یاردم خواجگان خارجیشان. رحمانوف با دور دستش توانست اون رو زند و ما مجبور شدیم که در همان 1 ماهواره‌ای که شاید دسترسیشان به اون مشکل تر باشد، در اون ماهواره هنوزم فعالیت داریم و با استفاده از فرصت من برای از شهروندان تاجیکستان که در قلمرو آسیای مرکزی و نزدیک به آسیای مرکزی هستند بگویم که
شما همتون می توانید با این مورد پیوست شوید و برنامه های ما رو که هر روزه ما برنامه های خیلی زیاده رو پیشکش شما میکنیم که دقت شما را به این جلب کنم که همه همین تقریبا 70% همین برنامه ها از طریق رضاکاری یعنی ولنتیوری صورت میگیرد. هیچ کس اونجا معاش خور نیست. همونایی که مهنت میکنن از بغیر از همون کاری که اونجا میکنن در یگان جای برای پیدا کردن رزق روزی فعالیت دارند و باز آمده در اونجا هم برای ملت برای خلق خدمت میکنن. و درباره همین فعالیت رسانه‌ای زیاد نمیگویم چون که همه تون شاهد هستید و خیلی خوشبختانه است که خیلی تفاوت خیلی زیاد است از آن جامعه تاجیکستان که 7 سال پیش بود از سال 2015 از آن جرأتی که این مردم 7 سال پیش داشت امروز خیلی فرق می شود. البته این فقط یک نشان دهنده پیمان ملی نیست چون که گروه های دیگری برادران تاجیک که نیز در مخالفت قرار دارند اونها هم خیلی دستشون در نکند خیلی مهنت های زیاد میکنند. ما قدر میکنیم از ایشون و ما ایشان رو هم پیمان خود میشماریم گرچنده که در یک پیمان قرار نداریم. در ساحه‌های حقوق بشری و خب روابط خارجی متاسفانه در دوره همگیری کرونا ویروس امان نتیجه که آدما شخصا بیوسته با یک دیگر و میخورن او تاثیر دیگر دارد و آنی که نامنگاری میشود او تماما دیگر تاثیر دارد و چون همین اخری های روبرو کمتر هستند و نامنگاری البته ما کرده استودیم چی در دوره پاندمی در مسئله اعتراف نکردنی این بیماری از طرف رحمان و فدور و دستش ما با سازمان ها مکتوب نوشتیم و ما مطمئنیم که اینم یک تاثیر داشت بر اون که هرچه زودتر اعتراف شود و مبارزه شروع شود. در مورد همون روز و ساعتی که مهاجران ما در هر گوشه دنیا در خب چیزها مونده گیر مونده بودن در خب فرودگاه ها درباره اونها با سازمان های بین المللی مکتوب نوشتیم و باز پاسخ داشتیم و نتیجه داشتیم از اون و باز فعالیت هایی هستند که اونها را علنی گفتن نمی شود. از خدا امید داریم که اونها را به یک نتیجه می رسونیم و برای یک سال فعالیت برای یک تشکیلاتی که در غریبی است برای یک تشکیلاتی که اعضایش هر روز با مشکلی روبرویند برای تشکیلاتی که جانبدارانش طول 5 سال هنوز چه زمان استاتوسی پناهندگی ندارند و امروز در آلمان دیده استودیم که برادران ما رو تهدید میکند تهدید استرداد به تاجیکستان تهدید میکند و در لهستان هم ما داریم برادرانی رو که زیاده از 5 سال است که وضعیت حقوقیشون نامعلوم است و با نظرداشت همه این ما توانسته ایستادیم که یک پیشروی داشته باشیم و مردم زیاد امید از ما دارد از پیمان ملی تاجیکستان دارد و ما در خب چیزها پخش های مستقیم دیده ایستادیم که مردم تا چه اندازه با امید شده است از فعالیت پیمان ملی و دیگر برادرانی که رسما در پیمان ما نیستند لیکن باز تکرار میکنم اونها
با ما در یک سنگر قرار دارند و ما از ایشان تقدیر می‌کنیم. خب در مورد واقعهایی که خیلی رسانه‌ای بودند برای تاجیکستان، این واقعه مرزی قرقیزستان که شما می توانید موقع رسمی پیمان ملی تاجیکستان را در وقت ضروری، در همان روز و ساعت خیلی ضروری برای ملت ما اظهارات پخش کردیم که این موقع رسمی پیمان ملی است. هر یک عضو پیمان ملی باز حق دارد موقع خود را داشته باشد در این یا آن مسئله، که شاید موقع من هم در این مورد دیگر خیلتر باشد، چون هر تشکیلات سیاسی باید مسئولیت شناس باشد، عوامگرا نباشد، چون که ما نیاز به فرصت بیشتر داریم و عوامگرایانه موقع گیری که امروز در وضعیت افغانستان بسیار برادرها گرفته ایستادند و این موج را رحمانوف هم لجام زده شعارهای عوامگرایانه میپرتاید. ما به این حق نداریم، چون که این عمر کوتاه دارد و اون رژیم خودکامه که سر قدرت است هر لحظه را استفاده میبرد که همین قدرتش را طولانی تر کند، 1 سال طولانی تر کند، نیم سال. یعنی اونها در باره این روز فکر میکنند. ما مجبوریم که در باره فردا فکر کنیم. اگر ما امروز همین شعارهای عوامگرایانه این برادران را دستک کنیم، گیریم و دستک کنیم، بعد از همین مسئله گرم که است این قابل خب قبول می شود، کمی محبوبیت رو در بین مردم پیدا میکنی، لیکن بعد نیم سال همین گپ ها به سرت دوچند می آیند که همون وقت یک شعارهای عوامگرایانه قطعی به صحنه برآمدی. و ما در مورد وضعیت افغانستان هم پیمان ملی تاجیکستان اظهارات پخش کرد که یک دولت مسئولیت شناس، وزارت کارهای داخلی یک دولت مسئولیت شناس ملی است که ملتان او در دولت همجوار زیر خطرند. یعنی از هر دو طرف، یعنی چی اونها یک موفق شوند، ما دعاگوییم که موفق شوند ملت های ما، اون آزادی خواهان افغان، لیکن اگر موفق هم نشدند خدای ناکرده، یعنی طور موقع گیری باید دولت ملی کند که در هر دو حالت ملتان اون ضرر نبینند. و پیمان ملی تاجیکستان، اظهارات پیمان ملی تاجیکستان مسئولیت شناسی ترین اظهارات در بین تمام تاجیکستانیان بود و با شما جانبداران اعضای پیمان ملی و جانبداران پیمان ملی توصیه میدیم که 3 بار 4 بار همین اظهارات را خوانید، اون را تحلیل کنید و طبق همون ما باید رفتار کنیم. ما باید به شعارهای عوامگرایانه داده نشویم، چون که ما مسئولیت بیشتر داریم از آن رژیم خودکامه که هر روز و هر ساعت برای او در سر قدرت بودن و دزدیدن غنیمت است. ما چنین فرصت نداریم. برای همین امیدوارم که خب درباره برنامه رئیس اینجا گفتن که اگر رحمانوف هم طبق آن عمل کند، من یک چیز گفتنی که هر کسی بعد سر رحمانوف بیاید، خواه توسط انقلاب باشد، خواه حتی پسرش وارثش بیاید، 50% برنامه ما را عملی میکند، چون که او برای محبوبیت خود همه اون اشتباهایی که پیش از او رحمانوف کرد اونا را تکرار نخواهد کرد. و این زاده این برنامه ما زاده آرمانهای این مردم است که طول همین زیاده از 20 سال می شود که
همین آرمان ها رو داریم. در سال 97 کمی مردم مطمئن شد که راه به این آرمان ها هموار شد و ما دیر یا زود به آن میرسیم. لیکن متاسفانه از سال 2015 نه، اینجا محمود جان گفت، از 2003 تمام ملت، تمام مردم درک کرد که ما از این جاده بیرون رفتیم و این راه به هیچ کجا است. و ما خب برنامه ای که ما تهیه کردیم، باور کنید که اون اظهاراتی که ما پخش کردیم امروز رحمانوف او را همچون شعار، همون پیشنهادهای ما را همچون شعار کار برده ایستاده است. لیکن همچون عمل خواهران ما که در بین مرز تاجیکستان و افغانستان گیر ماندن جرأت ندارند که همانها را در وطن میزبانی کنند و اونها را از خطر نجات دهند. و اون 350 نفر قرقیزتباری که با تمام اموالش به طرف تاجیکستان گذاشتند و این جنایت ضد بشریه که رحمانوف کرد و اونها را به طالبان تسلیم کرد، این جنایت ضد بشری است و او باید برای این جنایتش پاسخ بگوید، چون که قسمت امان برادران قرقیز ما امروز برای ما معلوم نیست. و اون عملی که رحمانوف امروز برای اون مرز را که بست است با افغانستان، برای تاجیکان خود، برای دیگر قومیت هایی که زیر خطر امروز قرار دارند، برای همون افراطی ترین طالب میگم، همه طالبان نه، در بین اونا شاید هم باشن آدمان کمتر معتدلتر، افراطی ترین طالب برای این عمل رحمانوف او را قدردانی میکند و تمام شعارهای من بعده پرتافته او را به او میبخشد. مردم ساده ما شعارهای او را گرفته بعد 6 ماه همه میفهمند که این شعار بود. برای همین من گفته ایستادم که پیمان ملی تاجیکستان حق به چنین شعار پرتویی ندارد، چون که ما چنین فرصتی نداریم که این رژیم دارد. تشکر از از اکای علیم شیرزمانوف معاون رهبر پیمان ملی برای دادن این گزارش در مورد فعالیت های پیمان ملی تشکر میکنم. حالا از برادر شرافالدین گدایف رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان خواهش میکنم که بیاد فکر و نظرهای خود را بگوید. فرمان برادر. به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود و سلام حاضرین گرامی. پیش از همه شما را به 30مین سالگرد دستیابی پیمان ملی تاجیکستان مبارکباد میگویم. همزمان به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان نیز تبریک و مبارکباد میگویم. در اینجا رهبریت پیمان ملی تاجیکستان خیلی خوب برنامه را شرح دادن. من تنها خوشبین نیستم در این مورد که آیا اون درصدی که میتواند حکومت این آرمان های ملت را پیاده سازد، من حتی فرزندشم به سر قدرت بیاید، من باور دارم که حتی 1% یا 10% این برنامه را نمیتوانند آنها عملی سازند، حتی برای محبوبیت هم بخواهند، چون اون نظامی که رحمانوف و خانوادهش بنیاد کرده است، آن ضد اون آرمان ها، ضد اون منفعت های ملی و دولتی است و نمیتواند این نظام اون برنامه‌ای که ما پیشنهاد میکنیم عملی سازد.
و مسلم است که برای پیاده ساختن این برنامه اصلاحات سیاسی ضرور است، چون بدون این گذراندن اصلاحات اقتصادی و دیگر امکان ندارد. در اینجا چرا اصلاحات سیاسی باید که حکومت اون آبرو و عزتی که و اون قانونی بودن خودش را تامین سازد. اگر تا زمانی که این اعتبار خودش را در عرصه بین المللی برقرار نسازد، ساختن در یک جای خالی خانه بسیار مشکل است. و این خاطر اون چیزی که امروز میتواند، حالا اگر ما حکومت رحمانوف را به حکومت امروزه طالبان و گذشته طالبان مقایسه کنیم، چون من با تمام وجودم به این باور هستم که چون اگر طالبان در چهره اسلام دست به جنایت‌های خونین میزند، رحمانوف با چهره دموکرات عملهای طالبان را انجام میده. در عمل کرد هر دو یک هستند. اگر دو را ما با هم مقایسه کنیم، این دو با اون چیزی که رهبری پیمان ملی تاجیکستان جناب محیدین هم تاکید کردند و اکی علیم شیرزمان تاکید کردند که میتوانند اینها را گیرن به خاطر محبوبیت خودشان، اما اون باوری و اعتمادی جامعه و جامعه بین المللی را دیگر برقرار کرده نمیتونند، چون در گذشته اینها خودشان را نشان دادند، چون هم گروه طالبان و هم رحمانوف. با این خاطر از رحمانوف را تلاش کردن، اصلاح کردن یا خانواده این را امکان ندارد. تنها راه یگانه تغییر کاملا حاکمیت است. بدون تغییر کامل حکومت امکان ندارد که این برنامه ها نه از طرف حکومت و نه از طرف نزدیکان نظام رحمانوف عملی شود. این برقرار کردن اعتبار تاجیکستان در عرصه بین المللی باید که تمام مردم تلاش کند که این شرمندگی، من این را یک شرمندگی ملی میدانم، وقتی که یک نفر 30 سال با راه کشتار، قتل، بیرحمی، غارت، دزدی در سر قدرت می ایستد و یک ملت را به این حال و احوال می آورد و ملت در برابر این همه ظلم ها خاموش است، این را من همچون یک شرمندگی ملی می دانم. چون نمیتواند یک نفر 30 سال یک عمر انسان 30 سال در سر قدرت بایستد و یک نفر را با این همه ظلم تحمل کند. این بسیار مشکل است. اگر ما این را عوض کردیم، دسترسی پیدا میکنیم با جلب سرمایه ها برای تامین جای کاری و دیگر آن برنامه هایی که حالا ما پیشنهاد کردیم. من فکر میکنم که بیشتری در اینجا در باره برنامه باز نشر می شود و شما خودتان می توانید از این برنامه بیشتر شناس شوید. من بیشتر میخواستم در مورد انا همین وحدت و یگانگی و انا همین حالا برای مردم تاجیکستان خیلی ضرور است چی در داخل و چی در خارج ما از این منبر از همه شهروندان تاجیکستان برای عملی شدن این برنامه خواهش میکنیم و نیاز داریم به همدیگر. ما نیاز داریم به همدیگر که ما وحدت و یگانگی را برای عملی شدن این برنامه ها رسیدن به یک زندگی خوب و بهتر و نجات یافتن از یک ظلم، ما باید با هم نیازمند هستیم که یک وحدت مشترک داشته باشیم برای عملی شدن این برنامه ها. و پیمان ملی تاجیکستان هم در این روند اولین قدم های خودش را برای یک به هم آوردن و یک وحدت ملی، با هم آوردن یک مردم و مبارزه بر علیه ظلم
قدم های اولین خودش را گذاشته است. من از تمام شهروندان، از تمام هموطنان خواهش میکنم که این روند را دستگیری کنید و پیمان ملی تاجیکستان تمامی سعی و کوشش را دارد برای بیداری ملت و برای هر چیز زودتر از بین بردن این نظام و یک نظام بهتر و قانونمند را به سر قدرت آوردن تلاش‌های خودش را انجام می‌دهد. تشکر زیاد به دقتتون. از برادر شرفدین گدایف تشکر میکنیم برای صحبت‌های خطبه‌اش. حالا از برادر الهام جان یعقوبوف رهبری اساتسیه مهاجران آسیای مرکزی خواهش میکنم که بیاد فکر و نظرهای خود را بگوید. فرما. مجبورم که میکروفونم بالاتر بردارم. تشکر زیاد برادران عزیز. محمود جان، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا برای نفری که چهارمی و بعد از من برآمد میکند کمی مشکل تر است از یک طرف، ولی از یک طرف دیگر آسان تر است که همه حرفا تقریبا گفته شد. من تشکر میکنم از اون سه نفری که تقریبا تمام حرفا رو گفتند و کار ما رو هم آسان تر کردن. وقتی شما رو زیاد نمیگیرم. من هم مثل دیگر برادران البته به جشن استقلالیت کشورمون همه رو تبریک میکنم. من خیلی از آن شاد هستم که حکومت جمهوری تاجیکستان چند روز پیشتر قهرمانان ملت تاجیک و افغانستان برهانالدین ربانی، احمد شاه مسعود رو سرفراز به مدال یا اردن اسماعیل سامانی کردن، قدردانی کردن. خوب است، ولی از آن غمگینم، از آن دردمند هستم که سرمعمار استقلالیت تاجیک دوام این 30 سال قدردانی نشده است. استاد طاهری عبدالجبار واقعا سرمعمار استقلالیت تاجیکستان است که امروز دوام این 30 سال یا دوام این بقای تاجیکستان قدردانی نشده است. این واقعا یک برای من یک جنایتی است که از جانب خود رحمانوف و حکومت رحمانوف انجام شده ایستاده است. از این جهت من بار دیگر به حکومت رحمانوف و حکومت تاجیکستان پیشنهاد میکنم، حالا فرصت دارند که این نفران بخصوص استاد طاهری عبدالجبار، قدردین اصلانوف، صاحب نظرов اینها را باید قدردانی کرد. و بعدا حالا خیلی فرصت خوب است که اینجا هم استاد گفتند و دیگران گفتند ما پیمان ملی تاجیکستان یک برنامه فراگیر، یک برنامه اگرچند عالی نیست ولی خوب است از جانب برادران متخصصان داخلی تاجیک برنامه ریزی شد. در 21 باب زیاده از 120 پیشنهادهای ساده، پیشنهادهایی که عملی شدنش آسان است، هیچ قوت و ذهنیت لازم نیست. اما این هم یک پیشنهاد است. خود رهبری پیمان ملی تاجیکستان هم استاد محیدین کبیری و دیگران پیشنهاد کرد که امروز اگر دیگر دولت ها، دیگر حکومت ها به خاطر این برنامه ها پول مبلغ صرف میکنند، به یک مرکزهای تحلیلی پول میدهند، پول های خیلی کلان میدهند که چنین یک برنامه ریزی شود، ذهنیت صرف می شود. ولی امروز اپوزیسی تاجیک، پیمان ملی تاجیکستان و حکومت جمهوری تاجیکستان بی پول، بی منت این برنامه رو تهیه کرده است و گفته ایستاده است که پیشنهاد دارد که این برنامه رو بگیر، عملی کن. تو میخوای 10% رو، میخوای 20% رو عملی کن. واقعا یک پدری که این برنامه مثل همین است که یک پدری که نان رو میخواید به فرزندش میدهد به دانش، تنها فقط قلب کن، اون رو بخور و راه گرد. برای همین من هم پیشنهاد میکنم، اگرچند که من باور دارم که این اراده سیاسی که خیلی گفتن ندارد، خواهش ندارد که این چیزها عملی شود، چون عملی شدن این برنامه ها بر ضد خودی گویا که بر ضد خودی رحمانوف، ولی به خیلی گفتن این برای پیشرفت آبادی کشور است. و همین طرف این نمیخوام اینجا وقتای پرقیمتش رو بگیرم، فقط
یک نقطه رو که باید تکرار و تکرارا بگوید، چون اینجا البته این حرف نوام نیست، بعضی برادران با شکل‌های گوناگون گفتند و من خودم رو وظیفه‌دار میدانم که همیشه همین حرف رو در هر جایی که هست بگویم، چون مشکلات اساسی ما و شما تاجیکان، ملت تاجیک، این خودی رحمانوف و عائله او است. شما اگر ما در برنامه پیمان ملی تاجیکستان یک درباره مهاجرت چند نقطه هست و پیمان ملی تاجیکستان در آنجا هم گفته است که ما بیشتر از 40 یا 50% مهاجران را برمیگردانیم به تاجیکستان. این واقعا خوب است، ولی مشکلات همین مهاجران هم خود رحمانوف است. این سیاست نادرست رحمانوف است که امروز سال به سال مهاجرت زیاد شده ایستاده است، کم نشده ایستاده است. من که خودم با مهاجران بیشتر کار میکنم، وقتی که با مهاجران صحبت میکنم و آنها میگویند بیشتر آنهایی که من صحبت میکنم تا همین رحمانوف هست ما به تاجیکستان بر نمیگردیم، تا همین سیاست هست ما بر نمیگردیم. به خاطر آنه که اگر ما میخواهیم که مهاجران برگردد، باید که رحمانوف از سر قدرت دور کرده شود. اگر ملت واقعا میخواهد که زندگی شایسته داشته باشد، اگر میخواهد مردم که خوراک اولیه‌اش یعنی که آرد و روغن و این چیزا ارزان باشد، واقعا در تاجیکستان قیمت است، ارزان باید رحمانوف مندپلیس با تمام عائله‌اش از سر قدرت دور کرده شود. من مطمئن هستم و مثل من دیگر کارشناسایم که من صحبت کردم در دوام این 1 ماه و 2 ماه، ما به یک خلاصه آمدم که اگر رحمانوف امروز که اینها مونوپولیست هستند با تمام عائله‌اش از سر قدرت دور کرده شود، باور کنید 50% مشکلات تاجیک، 50% که امروز تاجیکستان دارد اتوماتیکی حل خواهد شد. یعنی که 50-60% مشکلات مردم تاجیک این خودی رحمانوف است. از همین جهت این ایده رو، این غایه رو، یعنی که از سر قدرت دور کردن رحمانوف باید یک ایده ملی باشد. ما این ایده رو، این غایه رو باید ایده ملی کنیم. باید مردم بفهمند، باید مردم بدانند که مشکلات او خود رحمانوف است. برای همین من هر جا که هستم تکرارا خواهم گفت که مشکلات من شما این خود رحمانوف است. ما اگر چنده که این برنامه رو پیشنهاد میکنیم، درباره این برنامه گپ میزنیم، چون خواهش ندارد که این رحمانوف و خواهش ندارد که حکومت جمهوری تاجیکستان این برنامه رو عملی کند. و من نمیگویم که امروز اون مرکزهای تحلیلی که در تاجیکستان است یا دیگر مرکزهایی که هست چنین برنامه رو نمیتوانند برای رحمانوف پیشنهاد کنند. چرا نمیکنند؟ آنها قدرت و توانایی دارند که شاید که از این برنامه من شما خوبتر و عالیترش رو به رحمانوف پیشنهاد کنند. برای آن که چنین برنامه رو پیشنهاد کردن، آنها شاید که به دار کشیده می شود، اگر پالتر هم گوییم، یا به زندان کشیده می شود. به خاطر همین این مرکزهای تحلیلی چنین برنامه رو پیشنهاد نمی کند. این رو تنها پیمان ملی تاجیکستان می کند. و چرا ما همین مشکلات ها رو می بینیم و چرا ما این مشکلات ها رو بیشتر گپ می زنیم؟ اگر هر کسی که شاهمات بازی می کند می گویند که سکرای ویدنیه، کسی که شاهمات بازی می کند اون مشکلاتی که سر به سر آمده است در این بازی شاهمات دیده نمی تواند، ولی هر کسی که در بر او شسته است یا گفته همون روسا سکرای شسته است این مشکلات را می بیند. برای همین پیمان ملی تاجیکستان این مشکلات های گلوبالی که تاجیکستان دارد دیده است و این برنامه را پیشنهاد کرده است. و انشالله من امیدوارم که هر کسی که سر قدرت بعد از رحمانوف می آید و رحمانوف هم دیر یا زود از سر قدرت دور خواهد شد و این برنامه پیمان ملی تاجیکستان را عملی خواهد کرد. تشکر زیاد، سربلند و موفق باشید. سلامت باشید برادر الهام جان. در وقتی که برادر شرافالدین صحبت میکرد من کم تردید کردم. استاد از اونجا پیشکی اون برادر شرافالدین میفرماد گفت که تشکر از نام ما تشکر کرد. دیگر در این وقت برادر الهام جان گفتم که باز دیر نکنم، زودتر آمدم. تشکر برادر الهام جان برای صحبت خوبتان. و حالا از برادر داملو اسلام جان سعیدوف، نماینده پیمان ملی
در لهستان خواهش میکنم که بیاد فکر و نظرهای خود را بگوید. فرما. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر آخران پیام رسان الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و اصحاب و خاندان پاکشان. سلام علیکم حاضرین گرامی، برادران و خواهران عزیز. قبلا همه شما را خوش آمدید میگوییم به لهستان، به شهر ورشوا، و امیدواریم که یگون کمبودی از ما سر زده باشد و با بزرگیتان عفو کنید. و دیگر اینکه تشکر از رهبران پیمان ملی تاجیکستان که واقعا بزرگواری کردن و این فرصت رو در اختیار ما گذاشتن تا در رابطه با یک موضوع مهم چندی از فکر و نظرهای خود را ابراز بداریم. این بیانگر اون است که واقعا این رهبران پیمان ملی درک کردن که یکی از مهمترین موضوع ها در دولتداری آینده این مناسبت دولت با دینداران هست، مناسبت دولت با دین هست. چون اکثر مردم کشور، جامعه تاجیکستان را دینداران تشکیل میدهند. با اعتراف های خود حکومت امروزه 93%. این بیانگر آن است که باید دولت آینده، حکومت آینده نیاز این قشر جامعه را نادیده نگیرد. ولی متاسفانه در طول این حکومت امروزه چگونه که میبینیم، حکومت امروزه نتوانسته یک مناسبت درست در رابطه به این موضوع به راه ماند. واقعا این جای خیلی تأسف هست و همین که میبینیم اکثر مسلمان ها، اکثر زندانی هایی که امروز هست، یا اینکه سلفی هست یا تبلیغی هست یا اخوانی هست یا نهضتی هست، خلاصه اینها بیانگر آن است که واقعا حکومت امروزه با این قشر جامعه مشکل دارد و در این باره شاید یک خلاصه مطرح شود و اگر در آینده شاید سوالا پیش بیاد، آماده هستیم که انشاءالله در این مورد صحبت‌های داشته باشیم. اما وقتی که برادر محمود جان برای ما دعوت کردن برای صحبت، من گفتم چند وقت دارم، گفتم 10 دقیقه. گفتم عجب که از یک مولا دعوت کرده میشود برای صحبت، ولی برای اون 10 دقیقه وقت داده میشود. در این 10 دقیقه نمیتونم در مورد چی صحبت کرد، ولی به هر حال تلاش را خواهم کرد. چگونه گفتم یکی از مهمترین موضوع ها برای دولتداری آینده این مناسبت دولت با دینداران است که چگونه این مناسبت رو برقرار میکند و با دین و با دینداران اگرچه در برنامه پیمان ملی به همه این سوالاتی که از جانب دینداران در رابطه با دولتداری، مناسبت دولت با دین گفته شده است و اگر با دقت برنامه خوانده شود جوابهای مناسب دریافت میکند هر دیندار. ولی آنها نیاز به شرح و تفصیل دارند. اونها نیاز دارند که شرح و تفصیل داده شوند برای مردم تا اینکه جامعه مطمئن شود، که جامعه 90% کشور مطمئن شود که این پیمان ملی با باورهای ما، با ارزش‌های دینی، مذهبی و ملی ما هیچ مشکلی ندارد. این یکی از مشکلات امروزه عقیماندگی دولت و حکومت ما همین است که با این باورها، با ارزش‌ها هم مذهبی هم ملی مردم دارد مبارزه میبرد. این یکی از مشکلات حکومت امروزه است و از جانب دیگر حکومت گناهگار است در این مسئله و خود روشنفکران، ضیاییان، دانشمندان دینی هم واقعا در این زمینه مقصر هستند، چون که نتوانستند یک گفتگو و مکالمه خوبی را در این زمینه براه مانند و صحبت‌های جدی، بحث‌های منطقی در این باره داشته باشند و بتوانند یک ایده ملی
با در نظر داشت باورهای مردم، ارزش‌های دینی و مذهبی پیشنهاد جامعه کنند تا که اون اگر این حکومت هم نتونست اون را عملی کرده، اون آهسته آهسته هضم می شود در داخل جامعه و برای حکومت بعدی خیلی کار آسان می شود. ولی متاسفانه این گفتگوها دیده نمی شود و این حکومت در مدت 30 سال واقعا این فرصت طلایی رو از مردم ما گرفته است. و گفتی هیگل میگوید که تاریخ برای هر یک ملت فرصت‌های را در اختیار اون ملت میگذارد. این مدت 30 سال یک فرصت تاریخی برای ملت ما بود بعد استقلالیت که اگر این حکومت یک مناسبت درست با این موضوع می داشت و تشویق میکرد هم روحانیان را هم ضیاییون را که در این مسئله با گفتگو می نشستند، این فرصت تاریخی از ما نمی رفت و می توانستند که روی یک ایده و یک نظریه ملی به هم بیان. ولی متاسفانه این فرصت حالا دیگر از دست رفته است. تا امروز این فرصت را حکومت از دست ما گرفته است، ولی امید داریم که در آینده دانشمندان، روشنفکران، خصوصا روحانیون روی این مسئله فکر میکنن و دست به کار میشوند. خب موضوعهای مهمی که از جانب جامعه و دینداران میخواهند که بر اونها سوال پیدا کنند، با اونها جواب پیدا کنند، این شکل دولتداری هست. شکل دولتداری چگونه هست؟ خب با این میخوان سوال پیدا کنن، با اینکه مثلا شکل دولتداری دنیوی هست، دموکراتی دنیوی هست. خب این دموکراتی دنیوی خب با دین اسلام مشکل ندارد، چون که باوری مردم هست. این برای مردم یک ارزش است، میخوان که این رو بدانن. تطبیق شریعت، سوالهایی که مطرح میشود، مناسبت دین با خب دینداران، جداگی دولت از دین، واقعا این همه سوالهایی است که نیاز به پاسخ گفتن دارن. وظیفه و مسئولیت دانشمندان دینی هست که با این سوالا برای مردم پاسخ بدهند. وقتی که من برنامه پیمان ملی رو خواندم بار واقعا برای همه این سوالها جواب در اونجا وجود دارد. در اونجا جواب وجود دارد. تنها نیاز به چی دارن؟ نیاز به شرح و تفصیل تا اینکه در جامعه هضم شود. اولین مشکل برای عملی کردن یک برنامه، مثلا برنامه درست است، کامل هست، ولی برای عملی کردن اون پیش از همه باید روی تصورات، روی اون افکاری که مردم در رابطه با این موضوع ها دارن، در رابطه با دولت، در رابطه با دین، در رابطه با شریعت، با تطبیق شریعت، باید روی تصور مردم کار کرد. اگرچه برنامه کامل است، درست است، ولی اراده، افکار مردم آزاد نیست. یعنی در اون چارچوبه فکر میکنن که چارچوبه تقلیدی، چارچوبه که در این مدت زمان شوروی، چارچوبه فکری که در زمان مدت 70 سال شوروی شکل گرفته است، در این زمان 30 سال در سایه حکومت دیکتاتوری شکل گرفته است. اون مردم با اون چارچوبه فکر میکنن. وقتی با این چارچوبه فکر میکنن دیگه این برنامه، اگرچه برنامه درست است، اگرچه برنامه عملی شونده است، ولی برای اونها یک چیزی بیگانه است. وقتی گفته می شود که مثلا نظر دین اسلام در رابطه با دولتداری این است که دولت دنیوی باشد. ما در اسلام دولت به نام دینی نداریم، دولت دنیوی است. قرارهایی که در این دولت گرفته می شود قرارهای دنیوی هستند و مردم این قرارها را قبول میکنند. ولی تا حال مردم ما این با اون وقت با اون چارچوبه فکری که دارن فکر میکنن نمیتونن این مسائل رو هضم کنن. برای این لازم است که در این موضوع ها بحث های خب مداوم صورت بگیرد، میزگرد های خب صورت بگیرد تا که مردم با سوالات پاسخ پیدا کنن. مثلا این که میگیم در اسلام نیرو در قدرت، در سلطه در اختیار مردم هست و حکومتدار پرزیدنت باشد، اون هر کی باشد نماینده خدا بالای مردم نیست، بلکه نماینده مردم بالای مردم است، نماینده مردم هست. یعنی این همه موضوع ها خب در اسلام حل شده است. ولی متاسفانه وقتی که هم دانشمندان دینی ما هم دانشمندان دنیوی ما در رابطه با اسلام صحبت میکنن، واقعیت رو کنار میگذارن، خب خواسته های این عصر رو کنار میگذارن، تحولاتی که
با وجود آمده است تا این عصر 21 اونها رو کنار میگذارن، فقط سیر میکنن در روی ورقهای کتاب ها، میروند سراغ 1000 سال 500 سال پیش و میخواهند مشکلات امروزه را که وجود دارد اون مشکلات را از فتواها و نظرهای فقهای 1000 سال 500 سال پیش حل کنند. ولی این به این شکل این حل شونده نیست. اگر ما میخوایم واقعا این مشکلات حل شود، باید واقعیت رو در نظر بگیریم، هم قشر روحانیت و هم قشر دنیوی ها، علمای دینی و علمای دنیوی زیایان و روشن فکران. وقتی واقعیت کنار گذاشته می شود، دیگر سیر کردن در داخل کتاب های نمیدونم عصرهای گذشته هیچ مشکلی رو حل نمی کند. خود دین اسلام هم واقعیت گرا هست، چون ببینید قرآن مجید در مدت 23 سال نازل می شود بر اساس واقعه ها و حادثه هایی که در اون زمان با وقوع پیوسته است. ما داریم اصطلاح شأن و نزول. شأن نزول معنیش همین است، سبب آمدن آیات ها، یعنی اون واقعیت اون روزه رو اون حل میکرد. احادیث پیامبر نیز شأن ورود دارن. برای چی؟ چون که هر واقعیه رو در جای خود اون حل میکرد. وقتی ما میخوایم مشکلات امروزه ما مناسبت دولت با دینداران حل شود، مجبوریم که اول واقعیت رو واقع بینانه تحلیل کنیم، بها بدیم که امروزه دولت داری، امروزه وظیفه یک دولت، مسئولیت یک دولت در قبال مردمش چیست؟ آیا تطبیق شریعت است یا اینکه تأمین زندگی، امنیت، استقرار، آزادی، عدالت این چیزها هست؟ وقتی که به این شکل وقتی واقعیت ها تحلیل می شود، اکثر مشکلات حل می شود. چون یک قاعده داریم در شریعت. ببینید، اگر وقتی ما میخوایم یک واقعیت رو، مشکلات پیشرو بوده رو حل کنیم، دانشمندان میگویند که برای حل کردن این مشکلی 90% باید واقعیت رو دانست. اگر از 190% مربوط به شناخت واقعیت است، با تحلیل کردن درست واقعیت است، فقط برای نص بگیم حدیث آیت 10% لازم است. اگر میخوایم واقعا مشکلات رو حل کنیم، باید واقعیت رو خوب تطبیق کنیم. حفظ کردن حدیث، آیت، متون کتاب خیلی آسان است. یک جوان را اگر 1 سال وقت بده، شاید که صحیح بخاری، قرآن، اکثر متون اسلامی را حفظ کند. ولی وقتی از واقعیت خبر ندارد، واقعیت رو نمیدونه تحلیل کرده که این عصر از ما چی میخواهد، خواسته های عصر چی هست، اون هیچ یک از اون احادیث، آیه ها و متون رو نمیتوند که استفاده کند. برای همین است که یکی از دانشمندان گفتن که اگر میخواهید فرزندان خودتان رو برای علوم اسلامی فرا گرفتن به دانشگاه اسلامی فرستید، پیش از آن باید 2 سال اونها 2 سال وظیفه دار شوند که علوم اجتماعی را بیاموزند. علوم اجتماعی را بیاموزند، درباره سیاست، درباره اقتصاد، درباره جامعه ها معلومات پیدا کنند، بعداً وارد شوند به فاکولته های شریعت. برای چی؟ چون که اون علوم شرعی را فرا میگیرن. برای چی؟ باید اون را در جامعه تطبیق کنند. وقتی معلومات درباره جامعه نداشته باشند، دولت داری نباشد، این نداشته باشد، چگونه میتواند اون علم فرا گرفته خود را در جامعه تطبیق کند؟ بنابراین امروزه ببینید کشور ما واقعا با گفت فیلسوف آلمانی یک شکل دروغین به خود گرفته است. تشکل دروغین در مدت 30 سال. این اگرچه دعواها هست، تشکل دولت داری، تشکل ملی، ولی این یک تشکل دروغین است. چون این تعریف میکند این اصطلاح رو، وقتی که یک حکومت ضعیف، یک جامعه ضعیف در سایه جامعه ها و تمدن های قوی قرار میگیرد، اون دیگر تشکلش تشکل چی هست؟ تشکل دروغین هست. واقعا اون تشکل نمییابد. و ما هم ببینید، هم در سایه تمدن های هم دولت های قوی قرار داریم و هم حکومت ما هم یک حکومت استبدادی هست. نظر، فکر، اندیشه برایش بیگانه هست. همین است که این تشکل ملی ما، تشکل دولت داری ما، اگرچه شعارها هست ولی واقعا این یک تشکل دروغین است.
اگر ما واقعا میخواهیم که به یک تشکل ملی دولتداری برسیم باید واقعا سر میز بشینیم. برای میخوایم این برنامه های واقعا برنامه پیمان ملی چند باره ها من مطالعه کردم، بیشتر در مورد مناسبت با دین که چگونه مناسبت داشته باشه. واقعا این حالا شاید سوال های بسیار پیش بیاید، الکی در مراجعت هایی که به من میشه بعدی نشر کردن این برنامه الکی مرا دعوت به تجدید ایمان کردن، مثلا بازنگری ایمان، پیروی از قرآن و سنت. اما اگر واقعا همون نفرایی که ما رو دعوت به این میکنن که تجدید ایمان کنیم، بهتر بود که یک بار روی همین برنامه ملی و بخشی مناسبتی دولتداری آینده با دین یک تمرکز میکردن و واقع بینانه از روی انصاف نظرها افکار خودشون مطرح میکردن. اون اگر خود نظریه هایی که امروزه در مورد دولتداری از نگاه اسلام نگاه کنیم، چند نظریه هست. آخران نظریه همین است که قانون هایی که در حکومت دموکراتی دنیوی تطبیق میشن مخالف با باورها، آرمانها، ارزش‌های دینی مردم نباشند. این نکته در برنامه پیمان ملی ذکر شده است. وقتی این نکته ذکر هست، این دیگر کجا مخالف با دین دارد، مخالف با شریعت دارد؟ این نکته اساسی این است که مخالفت با ارزش‌ها، باورهای ملی و مذهبی مردم نداشته باشد. این برنامه هم چنین هست. خب دیگر محمود جان اشاره کردن، دیگر چه بود رفته تاکلش شد. ولی واقعا گفته ها خیلی زیاد هست، گفته ها در این مورد خیلی زیاد. این مشکلاتی که امروز در افغانستان هست، این درگیری هایی که در افغانستان است، کشورهای اسلامی است، علتش چی هست؟ سببش چی است؟ سببش گفتگوهای، مکالمه های آزاد، مکالمه های سازنده نبودنی در بین قشرهای مختلف این جامعه ها است. اگر این مکالمه ها، این گفتگوها باشد، اینا برای چی با هم درگیر باشند؟ اینها باید برای چی هم ملت خود را بکشند؟ سبب اساسی این هست. حکومت امروزه ما هم این قدر مشکلات، حالا بعضی برادرها گفتن که مشکل اساسی کی است؟ خب رحمان و فضل حکومت دیکتاتوری است. بله این یکی از مشکلات است، اما برای اینکه این مشکلات برطرف شود باید روی تفکر مردم کار کرد که این طرز تفکر مردم دیگه شود که این مصیبت رو ما داریم. تا وقتی مردم ندونن که این برای ما مصیبت هست، ما اگر هزار بگوییم این تأثیری ندارد. و همین خاطر دیگر صحبت رو به آخر میرسونم. اگر سوالات باشه در بین دوستان در رابطه با این موضوع در خدمت هستیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملا بگیر ورق قرآن. سلامت باشین داملا. من همین پیش از این که همین برادر دعوت کنیم، من چند وقت روز پیشتر همه را گفتم، این سیاستمدارا رو نگفتم که گفتم از 10 تا 15 دقیقه صحبت میکنید، اینا وقت رعایت کردن. این داملا رو هم تاکید کردیم، باز ماشاءالله همین با چی کردن، بیشتر صحبت کردن. حالا طبق برنامه پیمان ملی که بخش اولی برنامه بود که رهبریت و مسئولین پیمان صحبت کنند، همین به طور رسمی همین بخش اول خلاص شد. ولی حالا در اینجا خواهر شبنم خدایداد و فعال مستقل حضور دارند و اونم خواهش کردند که چند فکر و نظر خود را مطرح کنند. حالا پیش از اینکه خواهر شبنم رو دعوت کنم، یک اعلان که بعدی صحبت خواهر شبنم خدایداد و یک تنفسی 10 دقیقه میکنیم. اونجا کافه بریک هست، کافه هست، میتونید که کافه بگیریم و بعدی اون 10 دقیقه انشالله همینجا باز میز گرد رو ادامه میدهیم و بعد اون انشالله که غذا هست یک جای تناول میکنیم. حالا از خواهر شبنم خدایداد و خواهش میکنم که بیان فکر و نظرهای خود رو بگوین. تشکر زیاد. اولا سلام علیکم به همه دوستان.
همه شمایان را به 3 سالگی پیمان ملی مبارکباد گفته در کارهای شما بردباری ها خواهانم. من شبنم خدایداد و دانشجوی فاکولته مناسبت های بین المللی دانشگاه گومانیتری بشردوستی در شهر ورشاو و سیاستمدار صاحب مستقل 3 سال می شود که من از سیاست دورتر هستم، چون که بیشتر وقت خود را برای دانشجویی خود می گذرانم. خب من می خواهم که کوتاهک همین سرگذشتی که در 1 ماه اخیر شده است در همین مسئله صحبت کنم. سال 2016 31 دکبر وقتی که حجت‌های مادرم را از دستشان گرفته بودند، حکومت تاجیکستان مدت 1 سال برنگرداندن با کمک یوریدیکی شادروان فیض‌نیسا واحدова ما به دست آوردیم. سال 2016 این حجت‌ها را، شناسنامه‌های همگی خانواده را. پس از آن من تلاش ها کردم که دخترم را نزد خودم بیارم. وقتی که من برای این همه تلاش کردم، آن زمان حکومت تاجیکستان مادرم را برده به کگمبه شهر کولاب از مادرم زبان خط گرفتن که اگر فاطمه را، دختر شبنم را تا سن 18 سالگی به شبنم دهم، آن زمان مرا میتونید که شما زندانی کنید. خلاص پس از آنی که دخترم میآید با کمک همگی برادران، دخترم به لهستان میآید. آن وقت مدت 1 سال مادرم در اینجا با من میماند، چون که از ترس و هراس کمتر دورتر باشد. بعدا گفتم که مادرم با من بماند، شاید که از روی 30 سالش باشد، شاید که از دوری خیش و تباران باشد. مادرم نخواست که در اینجا باقی بماند با من. مادرم برمیگردد به تاجیکستان. وقتی که مادرم برمیگردد، طول 2 سال آخری که مادرم در تاجیکستان عمر به سر برد، آن وقت در همین طول 2 سال مادرم رو خیلی خیلی اذیت دادند. بارها گرفته او را بردند به کگمبه شهر کولاب و NVD و دیگرها. مادر من 40 سال طبیب کار کرده است، 40 سال خدمت خود را دریغ ندانسته است برای حکومت تاجیکستان. به همین نگاه نکرده، روز 23 ایول با نام گفتنی شخص عبدالرحمن زاده که او آمده است تهدیدها کرده است که مادرم لباسهای خودش را غون دارد و همان زبان خط را آورده است که وقتی که مادرم به نزدم آورد دخترم را، دختری مرا به من داد. از روی همون زبان خط مادرم را بسیار تهدیدها کردند. مادرم روز 24 از دنیا گذشت. خلاص من این همه را وقتی که به خاک سپردن مادر مرا، همه این رو پس از خاک سپردن مادرم من با خبر شدم. وقتی زنگ زدم در روی خط سیاه ماندگی بودم در همگی خانواده ها. بعداً از دوستای خودم، از رفیقان خودم به خانه فرستادم. آن وقت از آنجا زنگ زد دوستم، گفت که همین خیل کار هست و اپاهایی که در تاجیکستان داری اونا نمیتونن با تو صحبت کنن، چون که میترسن حذر دارند از تو. من نمیدانم چه حذر داشته باشند. من فکر نمی کنم که اگر من روم به تاجیکستان یا اینکه یکی دیگری ما رود بهبودی می شود و
حکومت امروزه ما به آخر میرسد. همه ظلم و شکنجه‌ای که بر سر مردم ما هست، همه این به آخر میرسد، از رفتن من یا اینکه از رفتن یکی دیگره. من فکر شخصی من این است که وقتی که یک حکومت دموکراتی که خود را دموکراتی در روی کاغذ می شمارد، ظلم ها میارد بر سر مردم و مردم را از بین دور می کند. وقتی که مادران می گذارند و پدران از دنیا می گذارند، از ظلم، از شکنجه ها، از همه این از دنیا می گذارند، پس فرقی آن حکومت و طالب در چی باشد؟ طالب همه کارش را نشان داده می کند، اما حکومت ما همه کارش را پنهانی می کند. گویان هیچ چیزی که رخ نداده است. پس حکومت ما از حکومت طالب امروزه فرقی ندارد. من همین قدر گفتنی داشتم. گفتنی های زیادی دارم، زیاده هم دارم، اما فرصت کم است که من همه این را قصه کنم. روزهای نزدیک شاید که به طریق نویساندن یا باسمی بین المللی این همه سرگذشت مادرم پیشکش همگان گردد. تشکر زیاد. سلامت باشید خواهر شبنم. واقعا هم مادران فرشته هستند، مادران زیر پای مادران بهشت است. همینجا که همه برادرها هستند، برادران، خواهران، مادراشون در تاجیکستان واقعا زیر شکنجه و زیر فشار هستند و بسیاری از برادرایی که میدونیم خودشون نبودن در مراسم دفن مادران، ولی متاسفانه در غربت گذشت. از استاد کبیری سر کرده تا اشانی ستار تا برادر بابا جان و دیگر برادرایی که مثلا بودن، متاسفانه همین خیل حکومت داریم، همین خیل رفتار میکند. خداوند جای اون مادرانی که گذشتند جاش و جنت الفردوس بگرداند و اون مادرانی که حالا هستند، از جمله مادری من، مادری اون هایی که مادرشون هستند، خداوند اونها را در پناهش نگهبان باشد. واقعا یکی از جنایت های حکومت همین رفتار همین حکومت نسبت همون مادران هست. از مادر یکی شمس‌الدین هم که حالا دارد اشک میریزد، مادری اون هم مثلا گذشتن ندیدیم. متاسفانه همین خیل حکومت هست و همین خیل رفتار داریم. واقعا خواهر شبنم تشکر میکنم که در این ساعت، در این روز یک حالتی وجدانی، یک حالتی روانی خیلی تکان دهنده را با ما نقل کردن. خداوند مادر شبنم از جاش جنت الفردوس بکنند. در ضمن میگویم که دیروز هم رهبریت پیمانخانه شون رفتن در حق آنها دعا کردند و تسلیت خود را بیان کردند. حالا بخش اولی برنامه ما به همین به پایان میرسد و انشاءالله بعد 10 دقیقه یک میز گرد هست که انشاءالله بعد میز گرد برنامه ما خلاص می شود. مرحمت. با پاکی رودی روانت قسم، با کوه و بدشت و بدامانی تو، با مرغی بلند آشیانت قسم، که جان و تنم را فدایت کنم، همه از دلم را به پایت کنم، که جان و تنم را فدایت کنم، همه از دلم را به پایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن وطن به نامت قسم ای وطن. ما باید برای به دست آوردن استقلالیت دولتی تاجیکستان تلاش بورزیم و من فکر می کنم که این یک نهضت مردمی که نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام جمهوری های سابق شوروی، تمام خلق های سابق شوروی خاص بودن. همه اونها برای این تلاش کردند و امروز هم
خلق‌های سابق شوروی تمام جمهوری ها در همین مرحله قرار دارند، یعنی مرحله به دست آوردن استقلالیت دولتی و ایجاد یک دولت مستقل ملی. هر برگ تاریخی زرینی تو به نام آورانی زمانت قسم به ختلان و بلخ و بدخشانی تو به خوجند و هم زرفشانت قسم به پیرانی با علم و کانی حیا به فردای نسلی جوانت قسم 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 به نامت قسم ای وطن 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 به نامت قسم ای وطن. این کشور مال همه همین ملت است. ملت تاجیک دارد، ازبک دارد، روس دارد، قزاق دارد، ترکمن دارد، ملت کمونیست دارد، اسلامی دارد، ملت لایق دارد، دنیوی دارد، همه چیز دارد. هر کس که به مقابل آرمانهای کسی دیگر برای سد راه شدن اون کاری می کند یا نمیخواهد که این قشر از ملت آرمانهای خود را آزادانه تطبیق کنند در حیات، این دشمن این ملت است. وطن ای مادری از طاقت تحقیر خسته، وطن ای شهچناری از شمالی جهل بشکسته، زی بعدی 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند، فریاد خواهم کرد. وطن با نامی تو، با ننگی تو، با عشق مجروحی نبردی تو، به جای عاشقانی غره مرگ و شیر مردی تو، بینای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. بگنجی گوهر باری پاکیزت، بجانت 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 قسم، به هر برگی سرخی گلی لالت، به آرمانی خوش خفتگانت قسم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن 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 به نامت قسم ای وطن. قسم قسم به نامت ای وطن، قسم قسم به نامت ای وطن. ما اینجا نشستگان فرزند اوگه این سرزمین نیستیم. صلح و ثبات مال ما هم هست. دل ما هم برای این وطن می سوزد، می تپد. ما آبادی و آرامی این کشور را خواهان بودیم و خواهیم بود. قسم قسم به نامت قسم ای وطن 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 به نامت قسم ای وطن. وطن بر جلال و بشانت قسم، به پاکی رودی روانت قسم، به کوه و به دشت و به دامانی تو، به مرغی بلند آشیانت قسم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن 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 به نامت قسم
باید برای به دست آوردن استقلالیت دولتی تاجیکستان تلاش بورزیم و من فکر می کنم که این یک نهضت مردمی که نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام جمهوری های سابق شوروی، تمام خلق های سابق شوروی خاص بودند. همه اونها برای این تلاش کردند و امروز هم خلق های سابق شوروی، تمام جمهوری ها در همین مرحله قرار دارند، یعنی مرحله به دست آوردن استقلالیت دولتی و ایجاد یک دولت مستقل ملی. مال همه همین ملت است. ملت تاجیک دارد، ازبک دارد، روس دارد، قزاق دارد، ترکمن دارد، ملت کمونیست دارد، اسلامی دارد، ملت لایق دارد، دنیوی دارد، همه چیز دارد. هر کس که به مقابل آرمان‌های کسی دیگر برای سد راه شدن اون کاری میکند یا نمیخواهد که این قشر از ملت آرمان‌های خود را آزادانه تطبیق کنند در حیات، این دشمن این ملت است. وطن ای مادری از طاقت تحقیر خسته، وطن ای شهچناری از شمالی جهل بشکسته، زی بعدی 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند، فریاد خواهم کرد. وطن با نامی تو، با ننگی تو، با عشق مجروحی نبردی تو، به جای عاشقانی غره مرگ و شیر مردی تو، بینای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. بگنجی گوهر باری پاکیزت، بجانت 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 قسم، به هر برگی سرخی گلی لالت، به آرمانی خوش خفتگانت قسم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن وطن به نامت قسم ای وطن. قسم قسم به نامت ای وطن، قسم قسم به نامت ای وطن. ما اینجا نشستگان فرزند اوگه این سرزمین نیستیم. صلح و ثبات مال ما هم هست. دل ما هم برای این وطن می سوزد، می تپد. ما آبادی و آرامی این کشور را خواهان بودیم و خواهیم بود. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن وطن به نامت قسم ای وطن. وطن بر جلال و بشانت قسم، به پاکی رودی روانت قسم، به کوه و به دشت و به دامانی تو، به مرغی بلند آشیانت قسم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه
ما باید برای به دست آوردن استقلالیت دولتی تاجیکستان تلاش بورزیم و من فکر می کنم که این یک نهضت مردمی که نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام جمهوری های سابق شوروی، تمام خلق های سابق شوروی خاص بودن. همه اونها برای این تلاش کردند و امروز هم خلق های سابق شوروی، تمام جمهوری ها در همین مرحله قرار دارند، یعنی مرحله به دست آوردن استقلالیت دولتی و ایجاد یک دولت مستقل ملی. مال همه این ملت است. ملت تاجیک دارد، ازبک دارد، روس دارد، قزاق دارد، ترکمن دارد، ملت کمونیست دارد، اسلامی دارد، ملت لایق دارد، دنیوی دارد، همه چیز دارد. هر کس که به مقابل آرمان‌های کسی دیگر برای سد راه شدن اون کاری می‌کند یا نمی‌خواهد که این کشور از ملت آرمان‌های خود را آزادانه تطبیق کنند در حیات، این دشمن این ملت است. وطن ای مادری از طاقت تحقیر خسته، وطن ای شهچناری از شمالی جهل بشکسته، زی بعدی 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند، فریاد خواهم کرد. وطن با نام تو، با ننگ تو، با عشق مجروحی نبردی تو، به جای عاشقانی غره مرگ و شیر مردی تو، بنای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. بگنجی گوهر باری پاکیزت، بجانت 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 قسم، بهر برگی سرخی گلی لالت، به آرمانی خوش خفتگانت قسم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه از دلم را بپایت کنم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه از دلم را بپایت کنم. قسم قسم بنامت قسم ای وطن، وطن وطن بنامت قسم ای وطن. قسم قسم بنامت ای وطن، قسم قسم بنامت ای وطن. ما اینجا نشستگان فرزند اوگه این سرزمین نیستیم. صلح و ثبات مال ما هم هست. دل ما هم برای این وطن می سوزد، می تپد. ما آبادی و آرامی این کشور را خواهان بودیم و خواهیم بود. قسم قسم بنامت قسم ای وطن، وطن وطن بنامت قسم ای وطن. وطن بر جلال و بشانت قسم، با پاکی رودی روانت قسم، با کوه و بدشت و بدامانی تو، با مرغی بلند آشیانت قسم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه از دلم را بپایت کنم. کی جان و تنم را فدایت کنم،
باید برای به دست آوردن استقلالیت دولتی تاجیکستان تلاش بورزیم و من فکر می کنم که این یک نهضت مردمی که نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام جمهوری های سابق شوروی، تمام خلق های سابق شوروی خاص بودند. همه اونها برای این تلاش کردند و امروز هم خلق های سابق شوروی، تمام جمهوری ها در همین مرحله قرار دارند، یعنی مرحله به دست آوردن استقلالیت دولتی و ایجاد یک دولت مستقل ملی. مال همه همین ملت است. ملت تاجیک دارد، ازبک دارد، روس دارد، قزاق دارد، ترکمن دارد، ملت کمونیست دارد، اسلامی دارد، ملت لایق دارد، دنیوی دارد، همه چیز دارد. هر کس که به مقابل آرمان‌های کسی دیگر برای سد راه شدن اون کاری میکند یا نمیخواهد که این کشور از ملت آرمان‌های خود را آزادانه تطبیق کنند در حیات، این دشمن این ملت است. وطن ای مادری از طاقت تحقیر خسته، وطن ای شهچناری از شمالی جهل بشکسته، زی بعدی 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند، فریاد خواهم کرد. وطن با نام تو، با ننگ تو، با عشق مجروحی نبردی تو، بجای عاشقانی غره مرگ و شیر مردی تو، بینای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. بگنجی گوهر باری پاکیزت، بجانت 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 قسم، بهر برگی سرخی گلی لالت، به آرمانی خوش خفتگانت قسم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن وطن به نامت قسم ای وطن. قسم قسم به نامت ای وطن، قسم قسم به نامت ای وطن. ما اینجا نشستگان فرزند اوگه این سرزمین نیستیم. صلح و ثبات مال ما هم هست. دل ما هم برای این وطن می سوزد، می تپد. ما آبادی و آرامی این کشور را خواهان بودیم و خواهیم بود. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن وطن به نامت قسم ای وطن. وطن بر جلال و بشانت قسم، به پاکی رودی روانت قسم، به کوه و به دشت و به دامانی تو، به مرغی بلند آشیانت قسم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه
ما باید برای به دست آوردن استقلالیت دولتی تاجیکستان تلاش بورزیم و من فکر میکنم که این یک نهضت مردمی که نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام جمهوری های سابق شوروی، تمام خلق های سابق شوروی خاص بودن. همه اونها برای این تلاش کردن و امروز هم خلق های سابق شوروی، تمام جمهوری ها در همین مرحله قرار دارند، یعنی مرحله به دست آوردن استقلالیت دولتی و ایجاد یک دولت مستقل ملی. مال همه همین ملت است. ملت تاجیک دارد، ازبک دارد، روس دارد، قزاق دارد، ترکمن دارد، ملت کمونیست دارد، اسلامی دارد، ملت لایق دارد، دنیوی دارد، همه چیز دارد. هر کس که به مقابل آرمان‌های کسی دیگر برای سد راه شدن اون کاری میکند یا نمیخواهد که این قشر از ملت آرمان‌های خود را آزادانه تطبیق کنند در حیات، این دشمن این ملت است. وطن ای مادری از طاقت تحقیر خسته، وطن ای شهچناری از شمالی جهل بشکسته، زی بعدی 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند، فریاد خواهم کرد. وطن با نامی تو، با ننگی تو، با عشق مجروحی نبردی تو، بجای عاشقانی غره مرگ و شیر مردی تو، بینای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. بگنجی گوهر باری پاکیزت، بجانت 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 قسم، بهر برگی سرخی گلی لالت، و آرمانی خوش خفتگانت قسم. ای جان و تنم را فدایت کنم، همه از دلم را بپایت کنم، کی جان و تنم را فدایت کنم، همه از دلم را بپایت کنم. قسم قسم بنامت قسم ای وطن، وطن وطن بنامت قسم ای وطن. قسم قسم بنامت ای وطن، قسم قسم بنامت ای وطن. ما اینجا نشستگان فرزند اوگه این سرزمین نیستیم. صلح و ثبات مال ما هم هست. دل ما هم برای این وطن می سوزد، می تپد. ما آبادی و آرامی این کشور را خواهان بودیم و خواهیم بود. قسم قسم بنامت قسم ای وطن. یک محمد جان یک محمد اقبال امید فقط دو سوال خدمت. به نام خداوند بخشنده مهربان.
خب هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، ما چند لحظه پیش در اینجا همایش پیمان ملی تاجیکستان رو داشتیم و همایش سالانه و پیمان ملی تاجیکستان در اینجا برنامه خودش را تا حدود معرفی کرد. حالا به قسمت دیگری از این برنامه میزگیر که ادامه همین همایش است تقریبا، ولی میخواستیم در این قسمت مستقیما با بحث و سوال ها و نظرهای خود درباره همین برنامه میزگیرمون ادامه بدیم. خب در اینجا 4 نفر از مؤسسان رئیسان حزب ها و گروه هایی که پیمان ملی تاجیکستان را تأسیس دادند شرکت دارند، حضور دارند، با رئیس پیمان ملی تاجیکستان، معاون رئیس پیمان ملی و دیگر دوستانی که شما میدونید. ما از همگان خواهش میکنیم که هر فکر نظری درباره برنامه دارید یا درباره همین عموما موقع گیری های پیمان در عموم در این میزگیر همه مطرح کنید و سوال پرسش های خودتون مطرح کنید، از جواباشون از مسئولین بگیرید و اگر انتقاد، پیشنهاد یا نظری داره در این باره حتما مطرح کنید. خب برای اولین سوال من از شروع کنم اگر با اجازه شما. ما برنامه رو دیدیم، برنامه رو شنیدیم، تا حدود یک کم باشد معرفی شد ولی من میخواستم از مسئولین پیمان ملی تاجیکستان که در فیسبوک هم یا که در جای به من فرستاده شد یک سوال این بود که همین برنامه پیمان ملی تاجیکستان مکانیزم اجرایش چی است؟ آیا مسئولین میتوانند درباره مکانیزم اجرای همین برنامه با ما شرح بدیم به اصطلاح؟ و مسئله دیگری که پرسیدن این است که میگن که رئیس پیمان ملی تاجیکستان گفتن که ما از اگر این برنامه از دست رحمانوف هم پیروی کنه عملی شود ما از او حمایت میکنیم. آیا این واقعا یک سخن پاپولیستی است؟ یک شعار پاپولیستی نیست؟ مثلا همین گونه چی است؟ چون که از رحمانوف که تمام رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو و تمام اکثریت افراد شخصیت‌های سیاسی رو زندانی کرده است، چون این انتظار اصلا امکان دارد. این سوالای بودن که تا اینجا مطرح شدن. بفرمایید سخن با شما. خب به نام خداوند بخشنده و مهربان، البته کوشش میکنید که مختصر صحبت کنید چون جا دیگر دوستان هستند و شاید که نظری شرکت کنندگان گرفته شود. پیش از همه درباره خود مکانیزم اجرایش این برنامه باید گفت، من در صحبتم گفتم که در این برنامه ما فقط ایده و آرمان ها نیست بلکه مکانیزم ها هم در اونجا نشان داده شده است و حالا من نمیخوام که وقتی شما را زیاد بگیرم با اون که این مکانیزم ها چی است، چون که دیگر اون دسترسی همگان خواهد شد و خودتون میخونید میبینید. اما نکته از همه مهم چی است؟ وقتی یک گروه، حتی یک شخص وقتی برنامه خودش را طراحی میکند، بهترین طرفی که اون برنامه را عملی کند خودی صاحبی همون طرح هست، صاحبی همون برنامه هست که بیاد همون نقشه کشیده خود را، طرح خود را عملی کند، چون خودش میداند که درباره چی گفته ایستاده است و با کدام مکانیزم ها، با کدام راه حل ها اون برنامه را عملی کردن میخواهد. اما این به معنی اون است که دیگر کسان نتوانند این برنامه را عملی کنند. ما حالا اگر بگذاریم به همون قسمت دومی سوال شما بابا جان که آیا همین جمله من که اگر حکومت عمل کننده برنامه ما را تطبیق کند ما از او پشتیبانی میکنیم، آیا این یک حرف پاپولیستی هست یا واقعیت دارد؟ من با کمال مسئولیت میگم که این واقعیت دارد. برای همین من گفتم که شاید که دوستان ما به این نظر من راضی نباشند. بالاخره در پیمان ملی تاجیکستان درست که یک ائتلاف است ولی این نیست که همه با هم در همه مسائل اتفاق نظر داشته باشند. حتی در خود همین سخنرانی هم علاقه احساس کرده باشه، حداقل 2 نفر گفتن که ما به این باور نداریم که حکومت عمل کننده بیاد برنامه پیمان ملی تاجیکستان رو عملی کند. من این را احتمالش رو خیلی زیاد میدانم که
حکومت عمل کننده اراده قوی برای عملی کردنی نه تنها برنامه ما، حتی برنامه خودش ندارد. اراده تطبیق کردن کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ندارد، چه رسد با برنامه ما. اما شما تصور کنید که بالفرض امام علی رحمان یا هر کسی دیگر آمد گفت که بله برنامه پیمان ملی تاجیکستان رو ما مطالعه کردیم، مثلا یگان جاش مشکلی دارد ولی در عموم قابل قبول است، ما همین رو تطبیق میکنیم. چرا ما مخالفت کنیم؟ برای چی؟ وقتی که این برنامه تطبیق شود، حالا فرق ندارد به دست ما میشود یا به دست دیگران، 100% همون چیزی که ما میخواهیم و فکر میکنیم برای ملت ما لازم است اون تطبیق میشود. چون اگر حالا شاید یگان نفر اینجا مخالفت کند به من بگوید که خب ما 30 سال است، حالا نکته محوری که در 2 سخنرانی من شنیدم امروز بعد از من گفتن ما 30 سال است که هم یک حکومت رو دیده ایستادیم، یک چهره است، همه این مصیبت ها از دستی همین یک نفر است. من کاملا به این نظر موافقم. اما نکته مهم این است که اگر همین حکومت اراده داشته باشد که همین برنامه را تطبیق کند، مطمئن باشد که خودش از قدرت خواهد رفت. یعنی این برنامه ما یک طبیعت دارد. ماهیتش در چی است؟ ماهیتش در همین است که کسی این را تطبیق کند امکان ندارد که خودش طولانی در سر حاکمیت باشد. منم اگر بیام، هر کدام شما هم باشد، همین برنامه پیمان را صمیمانه اگر تطبیق کنید، باور کنید از 2 دوره بیشتر در قدرت ماندن نمیتونید. امام علی رحمان اگر بیاد از فرد و تطبیق کند برنامه ما را در عمل، در انتخابات بعدی شکست خواهد خورد. بنابر همین من این به معنی نیست که وقتی من میگم که حکومت جمهوری تاجیکستان همین برنامه را تطبیق کند من از او پشتیبانی میکنم. به خاطر همین برنامه است، به خاطر ملت است، نه به خاطر اون که گویا من طرفدار خدای نکرده طرفدار امام علی رحمان باشم. چون که اون مشکلاتی که امام علی رحمان و حکومتش برای ملت تاجیک آورده است، فکر میکنم که من از بسیاری از نشستگان در این طول شاید که بیشتر بدانم و بیشتر در پوست و استخوانم درک کرده باشم. نظری من همین است. حالا اگر دوستان یگان گفتنی داشته باشم باز. خب این برنامه که ما طرح‌ریزی کرده ایم البته که بعد از سر رامونوف ریال نیست شدنش لیکن اجازه دید که ما توجه که مبالغه میکنیم کم کم. همین توجه که در روز زود روز تو را تبریک میکنن میگی از همه بهترین انسان در دنیا تو بودستی. خب ما همه توجه که و دوم این در خود برنامه معلوم است که این بعد از سر رامونوف است و سوال شما شاید همین می بود که مکانیزم اجراییش چخیل شما رامونوف رو از تخت کردنید. این ما به شما نمیگه. این در همین جا گفته نمیشه، لیکن این هم نقشه هست، باور داشته باشید. سلامت باشید. دیگر دوستان شرفالدین اگر شما چیزی گفتنی باشید یا الهام جان سلامت باشید. خب بازیر یکی از دوستان از تالار میخواد سوالی داشته باشد. سعیدی صاحب. برام خداوند بخشنده مهربان، استاد محترم، با عرض ادب و احترام به شما و رؤسای انجمن ها، بسیار برنامه‌های خوبی را ارائه نموده. در رفت برنامه مالا طبق گفته خودتون 30 تا برنامه پیشنهادات و چیز بود. به هر حال ما تا جایی شاهد هستیم در سابق هم شما برنامه‌ها و نقشه‌هایی که داشتید اون رو بعضی‌اش رو حکومت عملی کرد، مانند سیمپوزیوم امام اعظم. و در این داخلی برنامه شما نمیدونم برنامه جلب نمودن دیگر مخالفین، دیگر قشر جامعه اما مخالفی که استاد علیم شیرزمان گفتن با ما در یک سنگر موافق هستند در تحت پیمان ملی، این برنامه در همین برنامه شما پیشنهاد شده است، یعنی اگر نشده باشد ما خواهش میکنم از طرف من این پیشنهاد قبول کرده شود. تشکر. به نظر خیلی پیشنهاد بود، دیگر این جای بحث نیست، دیگر این سوال نیست. بله بفرمایید. سلام علیکم. یک سوال داشتم. این سوال چند کس با من هم دودگی باز با فکر من چند نفر دیگر با من موافقه است.
سوال همین به شما دوستان که من برنامه هست میگفتن که پیمان ملی برنامه ندارد یا که میگفتن یگان گروه مخالفین برنامه ندارد یگان راهی به همون هدف رفتن رو ندارد. برنامه هست ولی همین برنامه رو چه شما در بین اهالی پهن میکنید؟ میدونید که به طریق واسطه اخبار عامه که پیمان ملی داره پهن میشود به طریق اینترنتی که دسترسی مردم همه مردم به اینترنت نیست. سوال در همین است که در داخل تاجیکستان چخیل میتوانند قشر زیادی مردم عادی دهقان سوداگری بزرگ خدمتچی حربی مثلا کارمندی مقامات قدرتی درباره همین برنامه‌های ما یک معلومات گیرد چی راه‌های پهن کردن در داخل کشور هست. با این سوال شما من جواب میگویم. با واسطه ای که ما میتونیم در داخل تاجیکستان نفری رو پیدا کنیم همین خیلی مکتوب ها تیار کنیم و به خانه یک و یک هر یک گفته و پیام خود را رسانیم. من همین خیلی فکر دارم در داخل تاجیکستان در پوچته ها در بازار ها در اعلان هایی که پخش می شدن چندین سری سال پیشتر همون مثل همون اعلان ها در درخت ها در دیوار ها همه جا پخش شود همین چیزها. بله ببینید ما حالا این پیشنهاد که شبنم کرد یک پیش راهی کلاسیکی است و پارتیزانی. همون سالهای پیش ملده گواردیا بود در سالهای جنگ دوم جهان و اونها در وقت که هر جایی که فاشیستا میگرفتن کدام قسمت اونها گروه جوانان پنهانی در تنه درخت‌ها و دیوارها مینوشتند و ورقه پهن میکردن. شاید شرایط تاجیکستان هم تقریبا همون است که کشور ما را گروه فاشیستی یا یک گروه مثال ظالم غصب کرده است و همون مانده است که در دیوارها فقط نوشتن و ورقه پهن کردن. ولی حاضر امکاناتی که اینترنت فراهم میکند به نظر من دیگر خیلی از مشکلات ما را آسان کرده است. پیش از هم از طریق اینترنت در دسترسی مردم کردن برنامه باید در صفحه اینترنتی در شبکه گذاشته شود. منم پیشتر گفتم که خب حداقل ما خودم تا 10 برنامه در نظر دارم الکی که شرحی برنامه پیمان در موضوع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره صحبت کنم. صحبتی که الان داملا اسلامیدین کرد در همینجا اگرچه 10 دقیقه حتی کوتاه‌تر هم که بود یا بیشتر داملا اسلامیدین مثلا بیاید اون بخشی دینی برنامه پیمان رو دوام یک ماه در دایره های مذهبی با روحانیت با جوانان بحث کند. من مطمئنم که ده ها ایرادها و انتقادها به این برنامه به نظرهای ما و شما خواهد بود و در نتیجه این بحثا یک پهلوی برنامه پیمان در جامعه پهن می شود. برادر جمشید بیاد بخشی حقوقی در مسئله ادوکاتورا در مسئله زندان ها را بحث کند. در شبکه ها با مردم بگذار یوریستا حقوق شناسان ما بحث کنند با جمشید و نظراشون بگن. همین طریق قسمت برنامه اقتصادی فرهنگی سیاسی ما من فکر میکنم که تنها از راه مکالمه بحث زنده و گفتگو ما میتوانیم که ماهیت این برنامه رو به مردم بفهمونیم و مردم رو در پهلوی خود قرار بدیم. تا اگر ملت تاجیک ماهیت این برنامه رو درک نکند و این برنامه رو فقط برنامه پیمان برنامه خودش برنامه ملت قبول نکند برای ما و شما دشوار میشد اون رو تطبیق کردن. در زمینه سخنهای رابر من همین را گفتنی هستم که وقتی که برای پیشنهاد آن همین برنامه برای بندهای آن همین برنامه با تحلیل ها فکر میکنم که چندین برنامه های دیگر در هر یک باب این برنامه تشکیل کرده می شود از طریق شبکه های اینترنت پهن کرده می شود و شما باید بفهمید که ما در عصر 21 زندگی کرده ایستاده و امکانیت های برای رسانیدن معلومات به هم دیگر بسیار آسان و ساده شده است و اون قشر آگاهی که خواستار و یک تغییرات جدی هستند و از این نظام خسته
شدگی هستند و آنها در این راه یاردمچی ما خواهند شد. مخصوصا مهاجرانی که ما 2.5 میلیون مهاجر داریم، اونها همش دسترسی به اینترنت دارند. اونها هر یک اعضای خانواده آنها نماینده این برنامه در خانواده خود میتونند شده و این برنامه را میتونند به خانواده خود آن چیزی که دسترسی دارند، آن چیزی که خودشان میآیند سوال میکنند و میفهمند و این را میتوانند به خانواده خود شرط دهند و هر یکی آنها سفیر و نماینده این برنامه ما خواهند شد. ما با این باور داریم و امید داریم از مردم و از مردمی شریف ما که ما در این راه برای معرفی کردن، برای رساندن این برنامه کمک خواهند کرد. سلامت باشید. یک سوال دیگر آمده است اینجا. شما گفتید برنامه در چند ماه امکان پیاده شوی ندارد، پس منظورتون 1 یا 2 سال است. مطمئنید که در 1-2 سال فسادی که اینقدر ریشه دوانده است ریشه کن می شود؟ بله، من در صحبت هم گفتم که بخش از این برنامه ما نیاز به وقت دارد تا 1 سال. برای چی؟ تصور کنید که ما قسمت سیاسی برنامه برای آنکه عملی شود باید ما اصلاحات در کنستیتوسیا وارد کنیم و هر گونه اصلاحات در کنستیتوسیا نیاز به رفراندوم دارد. رفراندوم در 1 هفته و در 1 ماه فقط امام علی رحمان گذرانده میتواند، ما نمیتونیم. باید اعتراف کنیم این رفراندوم این نیست که شما بیاید یک بار بدون آنکه مردم بحث نکند. چرا میگم امام علی رحمان میتواند؟ اونا اعلان میکنن بدون بحث، بدون گرفتن نظر مردم برگزار میکنن و مردم اصلا آگاه هم نیستن که رفراندوم درباره چی است. اما اگر ما بخوایم که ملت تاجیک سرفهم برود که گپ درباره چی رفته ایستاده است و آگاهانه رای بدهد، حداقل 3 ماه 4 ماه نیاز به وقت داریم که یک گروه کاری بشیند طرحی نوی لایحه کنستیتوسیا را آماده کند، اون تغییرات و علاوه ها را متخصصان کار کنند بالاش. فکر میکنم یک حداقل نیاز به 6 ماه داریم که یک اصلاحات کامل در قانونگذاری، در کنستیتوسیا و در ساختار دولت گذرانده شود. چگونه این را میتوان گفت که ما مثلا هر نیروی که سر قدرت آمد در دوام 1 ماه برنامه رو تطبیق میکند؟ چون یک قسمی از برنامه ما نیاز به اصلاحات و تغییرات در قانونگذاری، در کنستیتوسیا اینها دارد. این یک طرفی مثلا. اما یک قسمت دیگرش حتی گفتم که فردا میتوان اون رو آغاز کرد. برای مثال راه اندازی مکالمه ملی، گفتگو با مردم، تغییرات بعضی قانون‌های جزئی یا منع کردن بعضی قانون‌هایی که بر ضرر دولت و ملت، اون دیگر نیاز به یگان رفراندوم ندارد. اون را شاخه وکالتدار حاکمیت میتواند با یک قرار رهبری دولت یا خود پارلمان در دوام 1 ماه این تغییرات را وارد کند. بنابراین من وقتی که تقسیم بندی میکنیم بعضی از قسمت برنامه ما ممکن 3 ماه وقت میگیرد، بعضی دیگر 6 ماه، بعضی دیگر شاید که تا 1 سال نیاز به وقت داشته یعنی باشه. در 1 سال 2 سال میتوان فساد رو ریشه‌کن کرد؟ من فکر میکنم ببینید فساد با اون حجمی که در جامعه تاجیکستان ریشه دوانده است حتی ممکن که تا آخر در 3 سال هم نشود ریشه‌کن کرد. اما در 1 سال میتوان زمینه مبارزه با فساد را در سطح قانونگذاری، در سطح جامعه مهیا کرد. و یعنی مبارزه با فساد، شما یک فسادی که 30 سال شکل گرفته است، ریشه دوانده است، هر کسی بیاد بگه که من در 1 ماه اون رو برکنار میکنم، باید میبخشید دست به یک اقدام‌های بسیار هم رادیکالی بزند که دیگر ما اون کار کردنی نیستیم. برای مثال در بعضی کشورها برای ریشه‌کن کردن فساد جاری کردن حکم قتل مجبورن که از حکم قتل استفاده برن یا کارهای دیگر که پیمان ملی تاجیکستان برنامه رو ندارد. اما ما برنامه داریم که در دوام 1 سال اول زمینه حقوقی مبارزه با فساد رو فراهم کنیم، بعداً دست به عملهای اجرایی بزنیم که مهم ببینید. اگر یکی از نکته خیلی مهمی برنامه ما چی است؟ حکومت بعدی باید بعد 100 روز که 3 ماه می شود، بعد 100 روز از اولین اقدامهایش، از اولین نتیجهش با مردم گزارش بدهد. بعد 100 روز بعضی میگن که مثلا یک امام علی رحمان 10 سال یا 15 سال بود رهبری دولت بود و وقتی که تغییرات الهوا شد گفتن که اکنون نو دولتداری و رهبری را یاد گرفت و آموخت. مونده در 1-2 سال
رهبری کند باید 4-5 سال دیگر یک نفر این تقدیر ملت و دولت و حاکمیت لابراتوری نیست اون که یک پرکتیکانت بیاره شما در اونجا بالای سری مردم پرکتیکا کند اکسپریمنت بگذراند نفر باید مسئولیت دولت رو بگیرد که الکی تجربه دارد میدونه چیکار کند در 100 روز اول باید نتیجه بگیرد و مردم گزارش بدهد در 100 روز اول اگر که مردم ملت دید که نه این حکومتی نو از روی برنامهش نرفته ایستاده است نتیجه نداده ایستاده است خود ملت الکی تصمیمش رو میگیرد و بنابر همین من فکر میکنم که دوام 1 سال میشود زمینه مبارزه با فساد رو گذاشت. بله بفرمایید استاد علیم چیزی گفتن. خب به همین سوالی که کسی همین سوال داده است من میخواستم سوال جوابی خود تصور کنید مثال اگر نظام اجازت نامدهی امروزه رو از بین بریم نظام اجازت نامدهی هر کارهای جزئی رو در یک کابینه خیلی بالا اجازت نامه میدین کار جزئی در فرض کردیم کشاندن قوم از لب دریا از وزارت که صنعت باید اجازت نامه در مرغاب بگیری همین نظام اجازت نامدهی که است نظام اجازت نامدهی رو که از بین بردی خودت تصور کن که چقدر بعضی فساد اداری رو از بین بردی یا اگر مناسبت بین انداز سپارنده و انداز ستاننده رو همه از طریق اینترنت براه اندازی در کجای اونجا میماند جا برای فساد چون که او دسترسی عموم باز دارد در برنامه ما هست که دسترسی وسیع مردم به تمام آماری که سوبیکت های خواجگی داری دارند امروز ما نمیدونیم که ایرس به کی تعلق دارد این خیلی غیر امکان می شود در اون برنامه که در 1-2 ماه شاید همون برنامه سازای ما قابلیت نداشته باشند اینا مجبور میشیم که از بیرون فرمایش کنیم در 3 ماه ما همون فهرست یگانه رو چون که اینها هم میتوانند و نمیخواهند که همون اون روز مناپولیستا را گفتم در همین تامین گاز اونجا 16 جمعیت دارای مسئولیتش محدود فعالیت دارند که در اصل یک تشکیلات یک فراز اونجا شرکت دارد این 15 تا دیگر همش فیرماهای 2 روزه 3 روزه برای اون که اونها رو فاش کنیم ما باید همون فهرست دسترس به مردم به همه قشر مردم با مثال همون روزنامه‌نگاری که تحقیقات میبرد در همون فهرست میدراید میدوند که همون کارخانه فلانی چقدر چند فایز این از بین میبرد ما میگیم که بازرسی دولتی اتومبیلی از بین برده شود اصلا همچون نیود چقدر فساد از بین میرود با یک از بین رفتن همین نیود و در تابعیت همون پلیس محلی دادن اون محلی یعنی پلیس که اصابت دهنده به مقامات محلی حکومت دولتی است یعنی همین بازرسی دولتی اتومبیلی در بسیار موردها در خاروخ تا همین 2018 در راهو فساد نبود چون که ما همه خیشیم من چخیل برادر من چخیل از من در پستگاه گایی سون میستوند همین جوری میکنیم تشکر سلامت باشین شرفدین چیزی بکنی است بله من همین رو قید کردنی هستم که در جامعه های اروپا اصلا بیشتری روزنامه‌نگاران در نتیجه های تحقیقات های ژورنالیستی چون در این کشورها آزادی بیان تامین است حقوق ژورنالیستان پایمال نمی شود و ژورنالیستان فعالیت خودشان را می توانند یکی از بزرگترین
مبارزه‌ای که در اروپا میبرند این انا همین سازمان‌های ژورنالیستی هستند که وابسته به جنایت‌های اقتصادی و جنایت‌های متشکل اقتصادی مبارزه میبرند و این شرایط رو هم اگر در تاجیکستان فراهم بیاره و این هم یک راهی را باز میکند برای مبارزه بر این نفران. و دوم که نگاه کنید در تاجیکستان کیا دست به فساد میزنند، شخصان دست به فساد میزنند که آنها پشتیبانی دارند و میدانند که برای این عمل جناییشان به جوابگری جنایتی کشیده نمیشوند و با پاش خوردن این نظام و اون فسادی اساسی و اداری که در تاجیکستان هستند الکی این راه را برای ما مبارزه آسان‌تر میکند و چون این یک نظام سیستمی خودش در اساس انا همین فساد فعالیت میکند. اگر شما نگاه کنید به مثل یک پیرامید ساختگی است در فساد در تاجیکستان، انا همین کاملا وقتی که این نظام میرود از بین میاد، چون هم خشتباربازی این دوستانی نزدیک اساس در اداره دولتی فساد رو به وجود میارد و در حکومت آینده در برنامه ما این مکانیزمی هست که دیگر این نفرها رو به حکومت راه نمیده. خشتباربازی و این راههایی که به رسیدن به قدرت از حساب دوستی و رفاقت و نزدیکی. تشکر. جان اجازه هست من علاوه کوتاه کنم؟ فقط کوتاه‌تر که سوال زیادن وقت من کم است. همین موضوع که ما بحث داریم به نظر من یک نکته بسیار کلیدی برنامه ما هست. سوالی که دادن که چگونه ما فساد را از بین میبریم خیلی شرح خوب دادن دوستان ما. اگر حالا انشالله که برنامه را میخونید حداقل در 50% برنامه ما در موضوعهای گوناگون یک نکته تکرار میشود. بعضی از دوستان گفتن که همین نکته تکرار شده است بیا برداریم. من مخالفت کردم، گفتم بگذارید نکته در همه قسمت برنامه باشد. این به شکل آنلاینی راه اندازی کردن مناسبت‌های بین دولت و شهروندان. در تاجیکستان یک قانون هست بیشتر از 10 سال است که قبول شده است در پارلمان، قانون درباره حکومت الکترونی. وقتی ما دپوتات بودیم این قبول کرده بودیم. طبیعت هر قانون چی است؟ قانون وقتی قبول می شود مسئول اجرایش قانون در خود متن قانون هست و کسی قانون رو اجرا نمیکند، عملی نمیکند، باز جوابگریش هم در خود قانون یا در کودکس جنایی هست. مسئول اجرایش و تطبیق قانون درباره حکومت الکترونی حکومت جمهوری تاجیکستان است. حکومت جمهوری تاجیکستان 10 سال شد که قانون جمهوری تاجیکستان درباره حکومت الکترونی رو اجرا نمیکند. این قانون چی ماهیت دارد؟ اگر همین قانون قبول شود یکی از اولین قدم های ما پیمان ملی تاجیکستانی تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره حکومت الکترونی است. اگر حکومت الکترونی شد معنی را دارد که یکم در سراسر کشور اینترنتی ارزان و قوی باشد. بدون اینترنت ارزان و قوی با سرعت شما حق ندارید که و نمیتونید اصلا حکومت الکترونی رو در کشور تطبیق کنید. چرا حکومت جمهوری تاجیکستان با وجود آنکه قانون قبول شده است امروز همین قانون عملی کردن نمیخواهد؟ برای آنکه نیاز به اینترنتی قوی و با سرعت و ارزان هست. این یک. اگر اینترنت رو با سرعت اجازه بدهد ارزان کند باید که این بلاک و بلاکیروفکا اینا رو از بین بردارد، چون که در کشوری که در اونجا اینترنت فیلتر میشود، بلاک میشود، سایت ها بسته میشود، شما امکان ندارید که حکومت الکترونی رو تطبیق کنید. حکومت جمهوری تاجیکستان در یک دوره مونده است. قانون را تطبیق کند، قانونی که خودش قبول کرده است، یا قانون شکنی کند و اینترنت را سرعتش رو پس برد و مثلا نرخ رو بلند بردارد. اگر حکومت الکترونی شد بسیاری از مشکلات ما ثبت کارخانه ها، دادگیری اموال، حسابات ها از طریق اینترنت می شود. فساد چی است؟ اصلا فساد در حالت با وجود میاد که بین مقام دولتی و شهروند تماس مستقیم صورت میگیرد. حالا ساده‌تر اگر بفهمونم یا توسط میانجی یک شهروند میخواد بیاد از یک اداره سپرافکا بگیرد. ساده کرده اگر فهمونی سپرافکا میگیرد اداره جماعت یا اداره پلیس یا هر جای بیاد میدراید کارمند مقامات کارو کشال میدهد، پگاه بیار، پگاه دیگر بیار، یا اگر بهانه قطعی این شهروند مجبور میشود که برای که کارو بتیزاند سپرافکا را بگیرد یک رشوه به همون کارمند بدهد.
اما اگر همین از طریق الکترونی باشد، از طریق اینترنت باشد، اون نیاز ندارد که از خانهش به اداره جماعت برود. در همون کامپیوتر هست، میزند دنیای خود رو وارد میکند. چه که در اروپا هست، از اون طرف پرینت میکند یا در SMS میاد در تلفنش همون رو پرینت میکند میرود. از بانک، از اداره ها، از مکتب، از همه جا شما سپراف کرده میگیرید. 50% زمینه فساد بابا جان از بین رفت الکه. اگر حکومت الکترونی باشد من باور دارم که ما استاد این الکه شرحی برنامه شده ایستاده است در این به نظرم میزی گردم با همون خاطر است که برنامه میگم الکه شرح شده ایستاده است. الهام جان چیزی گفتنی بدن اگر درست است. برنامه پیمان ملی تاجیکستان از نگاه من یک برنامه استراتژی و دو نمودی برنامه هست. برنامه تاکتیکی و برنامه استراتژی. همین برنامه پیمان ملی تاجیکستان همین هم برنامه تاکتیکی و هم برنامه استراتژی رو یکجا کرده است. اگر واقعا ما دیده بینیم بعضی برنامه هست که در دوام 3-4 ماه الکه عملی می شود و جاری کردن این خیلی ساده و آسان است. این یک برنامه تاکتیکی است. برنامه تاکتیکی اون است که تا 1 سال اگر این برنامه دوام یابد این برنامه تاکتیکی است و برنامه است که تا 3 سال تا 5 سال تا 50 سال این برنامه استراتژی است. اما این برنامه پیمان ملی خیلی که حاضر گفتن اصلا به اداره الکترونی یا حکومت الکترونی گذاشتن چون در تاجیکستان زمینه وجود ندارد. حالا این یک برنامه استراتژی است. برای پیمان ملی تاجیکستان یک برنامه استراتژی است. واقعا اینجا رئیس خیلی خوب گفتن شهر دادن چون الکه کسی که اگر خبردار دارد حکومت تاجیکستان یک فرمان برآورد که کارمندان معاشگیری بودجهگیری رو زیادتر کرد. همین تطبیق همین فرمان بر ضد همون قراره که یعنی که همون قانونی که باید که حکومت 10 سال پیش به حکومت الکترونی گذارد. یعنی که مقصد حکومت الکترونی گذاشتن کارمندان رو کم کردن است. یعنی که 30% حداقل اگر حکومت به حکومت الکترونی میگذارد 30% کم میشد که در برنامه پیمان ملی تاجیکستان هست. برای همین این برنامه ما هم برنامه تاکتیکی و هم برنامه استراتژی هست. ولی یک دقیقه دیگر یک جمله دیگر برنامه امروزی معنی پیمان ملی تاجیکستان برنامه تاکتیکیش این است که همین برنامه استراتژی پیمان ملی تاجیکستان رو چخلی که گفتن برای مردم رسانیدن است، مکالمه کردن درباره این برنامه است که این برنامه تاکتیکی معنی شما است و خود انشالله من امیدوار هستم که این برنامه یک برنامه ملی خواهد شد. سلامت باشید. بالا برادر فتح‌الدین مثل که سوال داشتن خواهش میکنم اینجا برنامه پخش مستقیم رفته ایستاده است و سوال ها خیلی زیادن ولی چند نفر دیگه نوبت دارن کوتاه‌تر اگر سوال را جواب دهند. با عرض سلام و درود خدمت حاضرین گرامی. راستی از صحبت‌های امروزه من یک سوال به ذهنم آمد و این را برای طراحان این برنامه و رهبران بخصوص پیمان ملی تاجیکستان عرض می‌دارم. بخصوص اون اشاره‌ای که رهبر پیمان ملی تاجیکستان کردن در صحبتشون که این برنامه امروزه پیمان که مقصد مطرح شده است خیلی برنامه خوب است و یک برنامه فراگیر هم هست و بهترین است که شکل خوب است برای تطبیق کردن و همچنین اشاره کردن در برابر این که یک دو برنامه خوبم از طرف حکومت در پارلمان مطرح شدگی بود و اون رو بحث و بررسی کردن و به تصویب رساندن. خیلی برنامه خوب هم بودن که برای عملی کردن ولی متاسفانه عملی نشدن. حالا سوال اینجا است که این برنامه یعنی فایده چی است از برنامه مطرح شده امروز پیمان ملی در حالی که اون برنامه هم خیلی برنامه خوب بودن ولی تطبیق نشدن متاسفانه، یا به شکل دیگر فرق بین این دو در چی است؟ تشکر با دقت. سلام باشید. یکی از ویژگی‌های برنامه ما در این است که خیلی ساده هست. معمولا برنامه‌های استراتژی برنامه‌ای که خاراکتر دورنمایی دارند با واژه‌ها و کلمه‌های علمی، حقوقی و تخصصی آرایش داده میشن که برای یک خواننده میانه و سطح پایان فهمیش اون درک اون خیلی دشوار است. بیشتر اونها متخصصان میفهمند و برنامه‌ها مثلا 100 صفحه نوشته میشن، بیشتر از 50 تا 150 صفحه نوشته میشن. ما وقتی که در پیمان ملی تاجیکستان تصمیم گرفتیم که یک برنامه خود را معرفی کنیم به این خلاصه آمدیم که اولش که باید کوتاه‌تر باشد، از 30 صفحه زیاد نباشد. دوم کوشش کنیم که همون مفهوم‌های خیلی بلند علمی و تخصصی رو
با زبانی ساده تر بنویسیم برای خواننده، برای هر مثلا مهاجران، برای مردم قشر میانه کارگر فهمیش این آسانتر باشد. و سوم در اون خاراکتر شعار و برنامه‌های بسیار کلان و وعده ها نباشد، خیلی عملگرایانه باشد. من فکر میکنم که اگر حالا شما گفتید که از اون برنامه چی فرق دارد که اونا عملی نشدن، این عملی خواهد شد، چون اون برنامه ها بیشتر برای گرانت، برای حالا آشکارتر بگیم خاک پاشیدن به چشم سازمان های بین المللی بود. برای مثال وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان یک برنامه استراتژی قبول میکند، برای تطبیق همین برنامه استراتژی از مثلا بانک جهانی، از بنیاد بین المللی پول صدها میلیون دلار میگیرد، گرانت های امتیازناکی، من همین برنامه رو تطبیق میکنم. اما در اصل رو تطبیق نمیکند. اون برای آن نیست که یک شهروند اون رو بخواند و درک کند. برنامه پیمان ملی تاجیکستان از طرف خودی مردم تاجیکستان برای تاجیکستانیان تدوین شده است و هیچ نیاز یا بر اون روانه نشده است که ما برای تطبیق این برنامه از خارج پول بگیریم یا اون گرانت بگیریم. نه، از طرف خودی مردم تاجیکستان و با نظرداشت امکانیت‌های خودی بودجه تاجیکستان تطبیق می‌شود. خیلی برنامه ساده هست، خیلی برنامه روشن است. من حالا در اینجا هم شاید بد نیست بگم که حتما این برنامه ما تنقید خواهد شد، حتما نسبت اون ایرادها می شود و ما خیلی خرسند می شویم که کارشناسان، روزنامه‌نگاران، طرفداران ما، مخالفین ما این برنامه ما رو مورد بحث و ایراد و تنقید قرار بدن و کمبودی آن در اصلاح شود. چون برنامه این نیست که ما قبول کردیم آن را دیگر در بعد 3 ماه تغییرات وارد نشود. نه، من به این نظرم که ما میتوانیم در یک مدت کوتاه با نظرداشت ایرادها و پیشنهادهایی که از بیرون وارد می شود از کارشناسان در این با تغییرات وارد کنیم و یک برنامه خیلی هم عملی و پویا باشد. خب فتادین یک تصور کن که من یک روبر مؤسسه هم، تو در مؤسسه کار میکنی و من در مؤسسه یک چیز میبرارم، قرار میبرارم که فتادین همیشه میتواند در ساعت کاری به قبول من درآید و همه مسئله ها رو بررسی کند، همه حق رو دارد در موافقه با دروازه‌بان. انا بعد میو بیماره یا نه. همین خیل قانون ها و قرار های همین حکومت که میبرارد در اونجا همین اگوار که هست همیشه و اینا نمیخواهند اما منصبدار خود رو زیر قانون برند. منصبدار زیر قانون بردنی نیستند. خود کانستیتوسیه را بینید، میگیم که ما هم میگیم که از بسیاری ها شنیدم که بهترین کانستیتوسیه، فقط عمل به اون نمیکنه. نه، نیست بهترین کانستیتوسیه. از همون 100 ماده که هست هر 100 ماده بهترینند، لیکن در بینشون همین خیل پدواخ به گفت روزها مانده شده است که مثال چیز مختاریت حاکمیت های سودی و قانونگذار رو اجازه نمیده. ببینید در کانستیتوسیایی که 94 قبول شد از روی رفرندوم گفته شده بود که رئیس شهر، نایب ولایت رو پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از حساب نمایندگان خلقی، از حساب وکیل مجلس خلقهای محلهای موافق تعیین میکنند. یعنی پیش از آن که پرزیدنت تعیین کند او باید پیش از آن وکیل امام مردم باشد. لیکن این عملا در تا 97 پورا دغلونه همین بند کانستیتوسیون ویرو میشد و پرزیدنت اول تعیین میکرد، از دوشنبه فرض کردیم به بدخشان تعیین میکرد، در مدت 2 ماه 1 نفر مجبور میکردن دپوتاتی را ماند، او میشد دپوتات، قانون ویرو میکرد. 97 که وقتی که اپوزیسیون پیشنهاد تغییرات کرد، اینا زیرکانه همین بند تغییر دادن. اول تو تعیین میکنی، بعد او در مدت 2 ماه
وظیفه دار است که دیپوتات شود و همین خیلی زیاد مثال حکومت سعودی میگه که حق تفسیر قانون ها رو مجلس نمایندگان داره. من به سود کنستیتوشنی عریضه میتیم که همین مجلس نمایندگان حقم رو پایمال کرد با همین قانونش. سود کنستیتوشنی زپروس روان میکند به مجلس نمایندگان که همین قانون اکنون شرح ده، تفسیر ده. هیچ خیلی سودی کنستیتوشنی است. بسیار همین خیلی سلامت باشید برادرها. بسیار وقت کم است، خواهش میکنم سوالا هم زیاد است، سوالا هم کوتاه شود، جواب ها هم خواهش میکنم کوتاه‌تر. کجا سر راست میگی شما؟ تاجیکستان کو راکی نیست یا در همین جای باز در پس بیاید یک کار میکنیم. ما چون اینجا ساعت 1:30 چی گفتیم، وقتی خوراک گفتیم، ما خوراک هم میخوریم دوباره برمیگردیم. یعنی نیم ساعت دیگه دوام کنیم، نیم ساعت چون مردم آنلاین هم باشد. خیلی خوب. یا نیم ساعت دیگر، نیم ساعت دیگر. خیلی خوب. خیلی شما یه بار برین صحبت کنید، بگید ساعت دیگه یا صحبت کنید یا موافقه کنید، دیگه علاج نداریم. به هر حال خواهش میکنم کوتاه‌تر جواب بدین تا برسیم به همونم. салом алайкум. ҷашни сесолагии паймони миллии тоҷикистон аввалан муборак бошад. баъд як суол доштам. то ҷое ман медонам дар муддати ҳамин фаъолияти паймони миллии тоҷикистон ё мушоҳида кардам, паймони миллӣ ягон барномаи мушаххасе барои озод намудани зиндониёни сиёсии тоҷикистон надошт. оё ин барнома дар оянда дар нақша аст ё аз ин рӯз дар нақша хоҳад буд ва ин барнома амалӣ карданаш чанд сол мегирад ё чанд моҳи дигар мегирад؟ تشکر زیاد. اگر فیروزا فهمیده میشد چون که پدرش زندانی سیاسی است، حالا مهمترین بخش برنامه زندگی شاید آزاد کردن پدرش است. و من باور دارم که وقتی حکومت، یعنی از روزی که همین حکومت عوض میشد، شاید که ساعت ها دوام کند که زندانیای سیاسی آزاد خواهند شد. شاید به یک روز هم نکشد. یعنی شما مطمئن باشید همین حکومت امروزه از سر قدرت رفت، روز نمیکشد. ساعت ها لازم است که زندانی سیاسی آزاد شد. سلامت باشید. یک چیز دیگر الوال کردنی هستم که انا همین جمع آمدیم و انا همین همه گفتگوها، انا همین همه مبارزه به خاطر آزاد کردن هم زندانیان و هم تاجیکستانیان زندانی است. سلامت باشید. خب برادر عزیز شیروف سوال دارن. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدین همه مهمونایی که از دولت‌های اروپا آمدین و تبریک میگویم برای 3 سالگی پیمان ملی تاجیکستان. سوال درباره همین اینترنت است. گفتیم که در عصر 21 دیگر مبارزه‌مان چهره زمین اینترنت میشه در دست. اما از جایی که من میدونم تقریبا 1% اهالی عموما تاجیک‌ها تماشا میکنن. بگیم که تا 100,000 تقریبا عدد اصلی مردمی که تماشا میکنن، از اون 70% در روسیه هستند. چه خیال میکنه که همه مردم درباره برنامه بفهمند؟ من یگان برنامه هسته که 1% نه، حداقل مثلا 30-40% مردم فهمند. تشکر زیاد. خب در برنامه هم گفتم، باز تکرار میکنم، ما در مویوره برآمده ایم و ما مجبور شدیم که در یک مواره‌ای که او معمول نیست در تاجیکستان، ما دو راه داریم در همین جو ششتگی و هر کاری کرده مردم را متقاعد سازیم که به همین مواره پیوست شوند و ما رو پیگیری کنند که در تمام نقاط تاجیکستان ما امکان گوش کردن ما رو دارند که همون یک گلوف که شاید 30 سامان 40 سامان باشد و توسط آن میتوانند. یا دیگر از ما مجبور میشویم که از سر نو به یگان فرکانس نو گذاریم و یکی از واسطه های موثرترین محض همین به تلویزیون به مردم، به خانه مردم راه یافتن است و یگانه راه است. اون پیشنهادی که خواهر شبنم کرد خیلی انقلابی است. او هم می شود در مره
نزدیکتر شدن، یعنی به گفت روسو فینیش پریموی که اومدیم مردم ها جرأتشون زیاد می شود، اونجا هم ورقه پهن کرده می شود و دیگر روستا. جمعه خان شیروف معلم، اکای معلم سوال دارن؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار همه تخش اومدید میگم برادر عزیز و با 30 سالگی پیمان ملی همه برادران را با جشن 30 سالگی استقلالت تبریک میگم. بعد میخواستم یک سوال در همینجا از شما بپرسم که من وقتی که این برنامه پیمان ملی را یک چند بار از نظر گذراندم، در بخش اصلاحات معارف و علم میخواستم که شما شرح بدین که آیا در مکاتب میانه و مکتب‌های عالی تاجیکستان جاری کردن دین همچون یک درس در نظر داشته شده است یا نه؟ ما در برنامه اگر خوانده باشه در اونجا هست که به شکل فاکولتاتیوی، یعنی غیر الزامی، باید درس دینی در اونجا وجود داشته باشه تا اینکه طلبه امکانیت گرفتن معلومات اولیه رو درباره اساسهای دین، اصل دین، رکنهای دین به واسطه از مکتب بگیرد. اگر پدر و مادر یا خود طلبه این خواهش رو داشته باشد، همچنین که در اروپا هم هست و اونه که مثلا مسیحی است میتونه در مکتب در درس‌های فاکولتاتیوی معلومات درباره دین مسیحیت بگیرد، اونه که مسلمان است درباره دین اسلام بگیرد یا هر دینی را که دارد. اونه که نمیخواهد یا پدر و مادرش نمیخواهد یا خود طلبه نمیخواهد که معلومات دینی پیدا کند، او آزاد است از اون. این مسئولیتی یا که یک حتمی نیست مثل که فیزیک و متماتیک و فنهای دیگر. به نظر من همین کافی است اگر در پهلوی آن باز مدرسه ها، مسجد ها فعالیت آزاد داشته باشند و بیرون از برنامه درسی مکتب میتوانند شهروندان معلومات را از سرچشمه های دینی به شکلی درست دسترس کنند. سلامت باشید. حالا الهام جان چیزی گفتنی هستن؟ من میخواستم همین را بفهمم که مثلا در مکتب‌های میانه اروپا، مثلا در پولشا، دین همچون یک پردمت مخصوص آموزانده می شود. همین خاطر من خواستم بپرسم که آیا یگون با دموکرات یا دنیوی بودن دولت یگون ضرر داره که اگر ما همین همچون یک پردمت جوری کنیم؟ شما یعنی یک پردمت حتمی برای اون که در همین جا مثلا در همین پولشا در دیگر دولت ها همچون یک دین همچون یک فن مخصوص آموخته می شود. بله من قبول دارم اینه. اول نمیدونم که در پولشا این فاکولتاتیوی هست یا اینکه نه درس مثلا در آلمان همین درس دین در آلمان فاکولتاتیوی هست. در اونجا مثلا میتواند یک طلبه خودش نامنویس کند، اگر مسلمان باشد در درس دینی اسلامی، مسیحی باشد در مسیحی. اگر اتئیست باشد میگه که من نمیخوام در درس دینی شرکت کنم. حالا ببینید آزادی اروپا هم در همین است که یک کشور این رو فاکولتاتیوی کرده است، یک کشور حتمی کرده است، وابسته به مردمش است، قانونگذاریش است. این رو باید واگذار کردن در کل به مردم تاجیک که ملت تاجیک چی میخواهد. اگر در یک روند دموکراتی، حقوق بنیاد، شفاف اکثریت به این رأی بدهند که مثلا درس دینی در مکتب‌ها درسی حتمی باشد، چرا نه؟ دموکراتی هم همین است دیگر. اما اگر مردم بگن که نه این فاکولتاتیوی باشد، بگذار فاکولتاتیوی باشد. ما در پیمان ملی تاجیکستان حد اقلش رو گرفتیم، یعنی حد اقلش این فاکولتاتیوی هست و نباید ما بسیار ببینید یک مسئله خیلی نازک است در مسئله دین. ما همون قدری که الان درباره آرمان و حقوق و آزادی های دیندارها بحث میکنیم، صحبت میکنیم، بعد نیست که طرف دیگری جامعه را به نظر بگیریم که در جامعه ما هستن کسانی که یا مسلمان نیستن یا اصلا به دین اعتقاد ندارن و آنها نباید دیگران باشند که آزادی اونها چی میشود، آیا آزادی حقوق اونها تأمین میشود یا نه. اگر ما قدم به قدم برویم و در یک روند دموکراتی آزاد مثل که در اروپا هست، خودی فرهنگ مردم اینا معین میکند که چگونه باشد. اما اینکه یک گروه وقتی که سر قدرت آمد مثلا اگر اتئیست باشد دیگر دین را کاملا منع کند، بعد یک گروه دیگر آمد برعکس بیاید اون را حتمی کند، من فکر میکنم که این حرکت های رادیکالی به ضرر جامعه مثل تاجیکستان است. این رو در یک روندی آرام باید که بحث و بررسی کرد.
الهام جان چیزی گفتنی هستم؟ بله تشکر زیاد. اصلا به سوال فتح‌الدین هم جواب دادم میخواستم. یعنی اگر ما نگاه کنیم حکومت جمهوری تاجیکستان هم یک برنامه استراتژی ملی دارد که تا سال 2025 سالش معین شده است و این اگر خطا نکنم سال 2015 یعنی طرحریزی شده بود. در اونجا هم رشد صنعت است، هم رشد معارف است. یعنی که در هر یک ساحه در اونجا یک برنامه ملی استراتژی هست و نگاه کنید که من همون تقریبا چند سال پیشتر دیده بودم و از این جلسه ما هم دیدم چند وقت پیشتر. خلاصه برنامه پیمان ملی تاجیکستان تقریبا کلا فرق میکند از اون برنامه استراتژی ملی تاجیکستان. البته مثلا در رشد صنعت اونجا بیشتر آمده است که به بسیار کردن کارخانه ها اگر نگاه کنید پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هم هر سال یعنی که کارخانه 100 یا 200 یا 150 عدد زیاد می شود. یعنی اینها ربط میدهند که رشد صنعت آن وقت صنعت رشد میکند که اگر کارخانه زیاد شود. شاید درست باشد ولی در برنامه پیمان ملی تاجیکستان اصلاحات در ساحه صنعت یعنی بنیادگذاری سرمایه گذاری که غیر حکومتی باشد و جدا کردن نقطه اساسی از مونوپولیست ها است که واقعا امروز صنعت معنی شما که در تاجیکستان هست در یک دست مونوپولیست ها هست که امروز صنعت ما اگر ما 1000 کارخانه هم سازیم اون رشد نخواهد کرد. مثلا 98 کارخانه امروزی تاجیکستان امتیاز داده شده است، اونها انداز نمیسپارند و در برنامه ما امتیاز به این کارخانه نیست، یعنی که امتیازها برداشته می شود. در ساحه معارف هم خیلی یک نقطه خوب در پیمان ملی تاجیکستان هست که رهبر دانشگاه ها رهبر مکتب باید همون شورایی که در مکتب و در دانشگاه هست آنها باید دیکان یا رهبر دانشگاه را قبول کند و آنها برنامه همون دانشگاه و برنامه مکتب را تغییزی خواهد کرد. تشکر. سلامت باشید. یک سوال در یوتیوب آمده است، خواهش میکنم فقط کوتاه‌تر. یک سوال آمده است میگه که آیا همین برنامه پیمان ملی تاجیکستان به محاکمه ملی گذاشته می شود و مردم روشنفکران نظرشون پرسیده می شود گرفته می شود یا اینکه غیر قابل تغییر است؟ خب این البته که این برنامه که ما پیشکش میکنیم این برنامه خیلی که رئیس گفتین قرآن نیست و این در رفت بحث و بررسی هر لحظه میتواند بندهای او تغییر کند، یعنی هر بند او میتواند تغییر کند و یگان محدودیت نیست که ما بگوییم که 3 ماه وقت دارد و بعد اون محکم میشود و این ابدی همین خیلی میماند. نه، بعد 3 ماه و 1 روز هم کسی یک چیزی خوب آورد باز در آورده میشه. سلامت باشید. تشکر. خانم شبنم خدایداد سوال دارن. سوال من چنین است: چرا که من از ساعت 10 تا این جانب نگاه میکنم گوش میکنم همه مردان السلام علیکم به برادران میگن، پس چرا که به مادران شما سلام نمیدید؟ قدر زن رو چرا که احترام نمیکنید؟ ما زنهانی حقوق خود را داریم کو؟ زن مادر رو برای چی سلام نمیدهید؟ همه شما از مادر به دنیا آمده اید. قدر زن رو دانستن در کار با خواهران یا اینکه پداگوگی کرده گرفتن در کار که گفتن در کار که السلام علیکم به همگی دوستان. در اینجا هم برادر داخل می شود و هم مادر. تشکر زیاد. سلامت بشه. سلامت بشه. ایشون عبدالستار میخوان سوال داشته باشم. سوال جواب نه، فقط من حداقل خودم همدیاران گفتم ولی یک سید عمر حسینی خداوند آزادش کند وقتی که خواهر ظرفا شکایت کرد، همین شکایت شما را در یک جلسه حزب در انجمن سید عمر گفت که هر کسی در این مبارزه در پهلوی ما هست او دیگر زن هست مرد هست، اون مرد است، ما وقتی برادر میشه ما دیگه گوگو وقتی که برادران میگه منظور که همه دیگه مردانوار در مبارزه هستن دیگه اینجا بجینس رفت دادن.
خب سلام علیکم خواهران عزیز. این من بردار نمیگیریم یک میشه. خب تشکیل سومین سالگرد پیمان ملی رو به همه عزیزان من هم تبریک عرض میکنم. انشالله امیدوارم از درگاه خدای منانم تمنا دارم که موفق باشند در آینده به این نیت های نیک و این دیگر این برنامه‌ای که پیش دست گرفتن انشالله امیدواریم که عملی می شود. خب من در اینجا همچون شاید سوال نیم سوال و یک پیشنهاد باشد. من همچون اعضای شورای پیمان نه همچون یک رهبر یک کمیته نجات گروگانان یک پیشنهاد و خواهش دارم. خب مدت یک ماه اخیر وضعیت در مرز خیلی هم متشنج است. گفتی شبدالو همین خب حاضر حدودی 6 عائله اینجا 3 عائله در اون لگری محکم در بازداشتگاهی موقتی بگیم بازداشتگاهی محکمه زندانی هستند. 3 عائله هم از برادران گروه 24 و از برادران دیگر حرکت سازمان ها از برادران نهضتی. ما راستی گپ رفتیم به اون بازداشتگاهی بیا و پلیس که بابای حاجی خال محمد هم هستند نبیره و فردانشان خیلی در حالت وزمین قرار دارند. خب دیگر اونجا کسی می رود می دوند که حتی از زندان هم خیلی وزنین میگن وضع داخله. ما خب داو کردیم با بعضی شد از با وکیل اون را چی کردیم با وکیل کردیم مکیشوان گرفتیم. خلاصه که پیشنهاد من همین که در همین مسئله از حدودی از این 7 6 و 5 عائله اینجا و از 3 عائله در اون لگردگری حدود 40 نفر از کودکی 6 ماه نبیره حاجی 6 ماه هستند تا دیگه کلانسون ها عائله های نفرانی هستند که اونا 3-4 نفرش در آلمان قرار دارن شوهرشون، یک نفر همراه یک نفر با همراه اهل و عائله‌اش هست یک شوهرش و دیگران همه شوهرشون در آلمان قرار دارن و 2 نفر در یک نفر در اینجا. خلاصه وضعیت وزمین است. من یک پیشنهاد داشتم که خب چون امید همه مردم با پیمان ملی تاجیکستان است نه وابسته از آنه که اونا عضوی این سازمان هستند و یا نیستند، خیلی استاد علیم گفتن با مدیر یک سنگرن، من پیشنهاد میکنم یگون ستاد دویم عمل کنند چون کمیته فعالیت کرده است. ما گفتیم که همه کارا را کردیم رفتیم دیدیم امروز در تماس میشوند همه اون دیگه گروه ها هم از خیلی جداگی ما از اول اعلان کردیم که کمیته ما یک کمیته است که فراگیر و از همه دیگر سازمان حرکت هر یک تاجیکی که امروز هر یک شهروند تاجیکستان که دیگه برای ما فرق ندارد حتی اگر فرزند رحمان هم باشد وقتی که مقابل سیاست ناخیرمندانه پدرش اگر اقدام کند ما از او دفاع میکنیم. ما این کار کرده هستیم. فقط ما پیمانه ها باید چی در نظر داریم؟ همین باید پیشنهادم همین که یک خب واقعا مردم بسیار میپرسن سوال جواب میکنن که ظالم خیلی حتی اشک میریزن گریه میکنن. همین مسئله را اگر جدی تر ببینیم یا که اون چی تشکیل کنیم همین خیلی هم خوب میشود چون وضع خوب نیست. اون با در مرز هم بین کشور بلاروس و پولند یک ایده دیگر نمیدونم چندین نفر در تگ برف و باران مشغول از هم بندن. چی میگون؟ گفتن سوال برام چیکار کنم؟ هم پیشنهاد هم ادامه سوال است صغری. من 2 سوال داشتم. یکمش شما چی گفتنی هستی به همون آدمانی که در حاضر رژیم امام علی رحمان کار کردن خدمت کرد سودیان و جنایت ها صادر کردن؟ آیا قبول برنامه پیمان ملی و تطبیق همین بوایا چی خطر دارد که آنها قبولش نکنند؟ یکم. و دومش همین شما گفتید که اگر تغییرات علاوه پیشنهاد شود اگر خوب باشند ما اون رو تطبیق میکنیم قبول میکنیم. کی به هم میدید که همین تکلیف ها خوب هستند یا کی نه؟ سلامت باشه. من باور داشتم که ادامه سوالی کی است بابایشون که دیگر راه نبوده است. خواهش میکنم اگر کوتاه جواب بگم بابایشون حاضر علی یک سخن خوب گفت در برآمدش که باید انتظاری و توقعات از پیمان ملی تاجیکستان واقع بینانه باشد در حد امکاناتش. پیمان ملی تاجیکستان یگان سازمان حقوق بشری نیست و تمام درهای اروپا در اختیار ما نیست که ما هر کسی که میخواهد بیاید با او
کمک کنیم کرده توانیم. اما تا امروز خدا را شکر که هم پیمان هم شما که در کمیته میدونید چقدر ستادهای موقتی تشکیل می شود. اگر یک آگاه شویم که در مرز یک تاجیک آمده است و واقعا هم نیاز به کمک دارد، چون هست کم نیستن کسانی هم که یا آدمای تصادفاً میاد یا فقط خواسته است که در اروپا زندگی کنند، هیچ مشکلی هم نداشته باشد. برعکس بعضی طرفدار همین حکومت هم هستند. اما وقتی ما احساس کردیم که اون مظلوم هست، نیاز به کمک دارد، خودتون شاهد، دوستان میدونن که تمام نیرو رو به خرج میتیم که کمک کرده شود. الحمدلله که بعضا موفق هم میشویم و شاید که ستاد دائم عمل کننده ضرورت ندارد، اما ستادهای موقتی یا گروههای موقتی برای این کار افتادگان هست. و تشکر به شما هم، به کمیته هم که واقعا زحمت میکشه در این راستا. من فکر میکنم که دیگری وظیفه انسانی ما هست که برای کسانی که در مرز هستند ما کمک خود را برسانیم. پیشنهاد بسیار خوب است. اما درباره سوالهای جمشید، ببینید من فکر میکنم که نه تنها برنامه پیمان ملی تاجیکستان، اصلا من چند بار در سخنرانی‌های خودم گفتم که مشکلی ما همچون اپوزیسیون و همچون ملت با یک نفر است و همون هم با امام علی رحمان همچون انسان و همچون شخص نیست. شاید او همچون انسانی خوب است، پدری خوب است، بابای خوب است، اما همچون پرزیدنت و همچون رهبری کشور امروز ما با اون مشکلی داریم. برای چی؟ کنستیتوسیون را پامال کرد، سازشنامه را پامال کرد و تمام آرمان و آرزوهای ملت تاجیک را پامال کرده شده است. ما نه با یگان وزیر مشکلی داریم، نه با یگان رهبری کمیته، نه با یگان منصبدار دیگر. اونا هم جزء ملتن و اتفاقا بیشترین ضرر را از سیاست‌های امام علی رحمان همونا خورده ایستادن. درست که امروز وضعش پول کار میکنند، درست که بعضیاشون در مقام و منصبن، این را درک نمیکنن، اما این چون در جنایت شریکن، فردا این ملت حساب و کتاب خواهد کرد و گریبان آنها را هم خواهد گرفت. به نظر من وقتی آن رسیده است که این برادران، این خواهران، والا شبنم نگویا که خواهران نگفته چون در حکومت هم بانوان زیاد کار میکنن، اینا حداقل درک کنن که یکم این حکومت دائمی نیست، دومش که اگر ملت بعد خودش تقدیر رو به دست خودش گرفت، مثل که در بعضی کشورهای دیگر شد، اینها به واسطه شریک جنایت‌های امام علی رحمان شناخته خواهند شد. وقتی اون رسیده است که الان از حال شروع کرده خودشان را آهسته آهسته از این سیاست‌های جنایتکارانه جدا کنند، راه و رویش رو خودشان میدونن چیکار کنند و دیگر نیاز به نصیحت و مشورتی ما ندارن، خودشون خوب میدونن. اما سوال دیگه‌تون چی بود؟ کی با هم میتونه که تکلیف پیشنهادهایی که برای اصلاح برنامه پیشنهاد میشوند خب ببینید اینم باز وقتی که میز گردها میشود، بحث ها میشود، صحبت ها میشود، همین برنامه که الان در دست داریم اینم که در نتیجه بحث ها شد، نه اینم در نتیجه پیشنهادها شد. اگرچه وقت ما کوتاه بود خیلی از پیشنهادها وارد شدن و همون گروه کاری و خلاصه آمد که بعضی قسمت کوتاه شود، پیشنهادهای نو وارد کرده شود. من فکر میکنم که اون پیشنهادهای خوب و کاری که میشود دیگر اون معلوم است در اون از طرف یک گروه کاری حتما بحث و بررسی خواهد شد. البته یک نفر اون را تصمیم نمیگیرد، یک گروه کاری خواهد بود. تشکر میکنیم. به عنوان آخرین سوال، چون واقعا اینجا در اختیار ما نیست، این ما را بسیار چی دارند، جنتلا آخرین سوال اگر. بسم الله الرحمن الرحیم. ما سوالم وابسته به دین است، زیرا میدونم که بعد از نشر شدن این حتما بحث و بررسی ها در جامعه و مخصوصا بین به همون اصطلاح روحانی ها و دیندانی و دیگری خیلی زیاد می شود و صحبتی هم که داملا اسلام الدین کرد واقعا خیلی صحبت جالب بود، اما بعضی نقطه‌ای بود که باید بالاش بحث شود، صحبت شود و برای مردم کمتر بگیم ساده تر کرده فهمونده شود. در همین قسمت پونکت دینه که در همین چیه نامشالی همین برنامه پیمان آمدگی است، در پونکت اول گفتگی است که اصل پرینسیپ جدایی دولت از تشکیلات های دینی، بعد اونجا قید شده است که نه از دین. البته خب این یعنی که مراعات کرده شود. و ما در پونکت 15 با در اخیر آمدگی است که همان گونه‌ای که دولت حق دخالت به امور دینی یا که بگیم به تشکیلات های دینی را ندارد،
تشکیلات های دینی هم حق دخالت به امور دولتی را ندارند. سوال من این است و همچنین پیشنهادم دارم. سوال من همین است که اصلا همین عباره یعنی که خودش دیگه بگه معنای جدایی از دین رو دارد. البته این از نام خودم نیست، از نام برادران است که گذاشته ممی میگن، یعنی که وقتی که دولت دخالت به تشکیلات های دینی را ندارد و تشکیلات های دینی هم دخالت به امور دولتی را ندارد، یعنی که جدایی دین از دولت. خب بعد نقطه های دیگرش خیلی جالب است. پیشنهاد دیگر این است که بعضی میزهای گیر داملا و دیگرهای باشند که مخصوصا همین مسئله هایی که وابسته به دین به طرز مفصل و خیلی هم دقیق و با دلیل آوردن از سرچشمه های اسلامی شرح داده شود. من شخصا از نام خودم میگم کسانی که طرفدار شریعت اسلامی هستند دیگری هستند، من واقعا در همین پونتایی که برنامه پیمان مطالعه کردم همه این رو پیدا کردم. مقصد هیچ مشکلی نیست، اما از نگاه نویستن و یا که شاید از نگاه متن عبارای هست برای مردم واقعا مشکلات می شود. پیشنهاد همین است و فعلا سوالم همین نقطه اخیر. چون گفتن که سوال آخر است، شاید که دیگر کوتاه و دیگر جنبش کنیم با همین. بله کوتاه باشد. یک جوان یک پیشنهاد دیگر دارد. ببینید اصلا وظیفه یک برنامه این نیست که همه را از خود راضی کند و نمیتواند کرده. اگر ما یک برنامه بنویسیم که هم قشر دنیوی از ما راضی باشد، هم دیندار، هم تمام قشرها، پس معنی رو دارد که یک برنامه آرمانی غیر واقعی هست. یک برنامه بله باید تنقید شود، ایرادها با اون گرفته شود، اما در داخل اون برنامه باید بعضی مسائل هایی باشد که جسورانه باید مطرح شود. از نگاه من یک از قسم هایی که خیلی جسورانه و آشکار گفته شده است همین بخش دینی هست در برنامه ما. چرا؟ برای آنکه چون در هیئت پیمان ملی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است و برداشت اکثر جامعه از این است که وقتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هست در اونجا باید اینه که توجه باید پیش از همه به مسجد و مدرسه باشد، به این مسئله باشد. اما وقتی پیمان ملی تاجیکستان میاد این گونه برنامه را مطرح میکند، همین گونه سوالات حتما به وجود خواهند آمد. اما باید یک حزب سیاسی، یک حرکت و علمای معاصر این جسارت را داشته باشند که نترسن از تنقیدها. مهم این که ما اولش که با عقیده و با ایمان خودمون راست باشیم، بعدا با مردم صادق باشیم و خیلی شما گفتید در نتیجه میز گردها و مکالمه با مردم شرح بدیم که مفهوم جداگی دین از دولت چی هست، مفهوم جداگی تشکیلات دینی از حکومت چی هست. وقتی که اینا شرح داده شد با دلیل‌های علمی، با دلیل‌های شرعی، من فکر میکنم که دیگر جای سوال باقی نخواهد ماند. اما در فهمیش امروزه بله حرف شما درست است، چون بسیاری از شهروندان ما هنوز هم ماهیت این مسئله ها را نه از لحاظ دنیوی و نه از لحاظ دینی درک نکردن. متاسفانه. تشکر میکنیم. حاضر یک جوان دیگر یک پیشنهاد دارد برای برنامه. سلام علیکم. اگر اجازت باشد یا نظر یک کاربر اینترنت اول انتخاب شد خانم. انتخاب عیب است که مردم مونده عبید میگن و کافی بریک. آیا بیچاره از زندانی ها در خط پیش مبارزه هستن و کافی بریک و عبید دارن؟ خیلی به انصاف نوشته انتخاب کردیم. کوتاه جواب بگم، منم راضی هستم، اما برنامه متاسفانه در دستی صاحبان هتل است. اونا چون گفتن که دیگر همون طوری که از قبل هماهنگ شده بود، اینا گفتن که دیگر از این بیشتر دیگر وقت نداره. بفرمایید. حالا پیشنهادی خودم میگم. پیشنهاد داشتم که برای آگاه کردن مردم در داخل کشور که اگر این کار کنیم، من فکر میکنم که مردم داخل کشور بیشتر آگاه میشوند. ما در یوتیوب فعالیتی مثلا مخالفان خیلی زیاده و مردم خارج از تاجیکستان دسترسی در یوتیوب دارن و به همین سبب آگاه شدگان. من فکر میکنم که سببش اینه که یوتیوب ای تولید کننده های محتوای یوتیوب حمایت میکنه و این تشویق میشه که آدما در یوتیوب فعالیت زیادتر شدگی. ولی وقتی ما اینستاگرام میدرویم، مردم تاجیکستان در اینستاگرام هن و رسانه‌های حکومتی خیلی زیادن. مثلا من خودم شخصا یکم
رسانه‌های مخالفه را در اینستاگرام ندیدم. برعکس رسانه‌های خیلی پربازی دیدم که ای حکومت حمایت میکن. پیشنهاد داده بودم که یک فاند مثلا شده شود و ای تولید کننده های محتوا در اینستاگرام ماهانه به تعداد بازدیدشان حمایت کرده شود. همین بود پیشنهادم که فکر میکنم که تشویق میشن آدما در اینستاگرام فعالیتشون زیاد شود و همین بود. انشاءالله پیشنهادتون قبول است. همین یک جوان دیگه اینجا یک سوال داره، همین رو میگیریم اکو بعد تمام میکنیم. سلام علیکم. جوان مجبور کردن این سوال نداشت، سوال رو وقتم دادن چی گفتن سوال بده. سلام علیکم. در مرز تاجیکستان و افغانستان 80 عائله در موندن گفتن. این عائله از حکومت افراطی طالبان یعنی گریختند و آمدن در حالا حکومت افراطی دنیوی هم قرار دارند و آنها را قبول نمیکنند. آیا پیمان ملی تاجیکستان حداقل اقتصادی خوراکیشون میتونه تامین کنند در حدود یک ماه؟ خب این یک پیشنهاد است. حالا دوستان همینجا هستند، بیاید دیگر این به سیاست ربط نداره، یک مسئله انسانی است. من باور دارم که اگر ما اقدام کنیم، خود حکومت جمهوری تاجیکستان بارها اثبات کرده است که زود این گونه اقدام‌ها را از پی کار می شود. بیاید ما و شما اعلام کنیم که همین 80 خانواده را مدت یک ماه کمک خواهیم رسان. از فردا من باور دارم که با اونها از دوشنبه کمک میرسد و حتی اجازت ورود به تاجیکستان هم شاید بتیان. اینو برای همه دیگر از حال اعلام کنیم. سلامت باشید. اجازه باشد در امین افغانایی که در مرز تاجیکستان آمدگی هستند تا معلوماتی که ما داریم اینها را مخصوصا در آنجا بردگی هستند که این تشویق نشود برای افغان‌های دیگر که به مرز تاجیکستان نآیند که اگر به تاجیکستان بیاین یعنی حالشون به همین گرفتار می شود. این حتی مردمان محلی انا همون جا را اجازت نمیتن که به اینها خوراک یا لباس گرم آورده تید. حتی مردمان محلی اونجا تلاش کردند که این کار انجام دهند، اما برای مردم ها حکومت اجازت نمیتد که به این افغان ها کمک رسانده شود. این هم از آن شعارهایی که حالا رحمانوف داده ایستاده است که تاجیکان افغانستان باید در حکومتشان باشد. من نمیپذیرم. چند شعارهای داده ایستاده است. باید رحمانوف در عمل نشان بدهد که در حقیقت آماده است که از این مهاجران حمایت کند، چون وقتی که دشواری که در تاجیکستان بود مردم مهاجر شده بودند در افغانستان، مردمان افغانستان خوب پذیرفتند، مناسبت خوبه با گرچه که در یک حالتی بدم قرار داشت یک مناسبت خوبه با هموطنان ما کردن و ما پیش آنها قرضدار هستیم و ما باید این قرض انسانی ما را همچون ملت در برابر این ملتان خودمان در برابر همسایه‌مان انجام بدیم. این بسیار جای شرم‌آور است که حکومت این اقدام را با این اقتدار با این تواناییش انجام نمی‌دهد. همین یک نفر سوال فرستاده است به من. اگر با جز شما من خونم این قدر چی نیست. السلام علیکم دادر عزیزم. خوب الهام جان، امیدوارم صحت سلامت هستید. خوب سخنرانی شما دیدیم کنیم. پیشنهاد شما یک سوال از همه شما دارم به عنوان یک روزنامه‌نگار. همان سرودی وطن را که در تنفس پخش کردند با عکس‌های فرهنگیان فرهستی ملی مؤلفش کی هست میتوانید گفته؟ من نمیدونم اون در تنفس نبوده. من میتونید شما مؤلفش کی بود؟ اون بله کی ساخته است اون رو میخواد کلیپ از طرف بچه‌های ما در همین ورشو ساخته شدگی است، ولی اون شعری سرودی کی است؟ ذکری الله مؤلفی سرودم معمولا ذکر الله خودش است. بیشتری وقت سروداش هم مؤلفش خودش است. معمولا همین خیلی است، ولی دقیقاً منم نمیدونم.
اگر منظور کلیپ باشد کلیپ در همین ورشاوا از طرف دفتر پیمان ملی در ورشاوا ساخته شدگی بود. خوب تشکر. یعنی سوال شما رسانده شد. شما هر کسی که سوال داده است چون در اینجا اسمش هم نیست و راستی سوال زیاد است اینجا الهام جان. رساندم این سوال رو و جوابش تشکر. به هر حال کوشش میکنم ولی حالا ما وقت ما به آخر رسیده است. خواهش میکنم دیگر اکای جمشید هم سوال میخواهد. اینجا بود جوانو چند نفر سوال دارن. من دیگر از اون بیرون ما را فریاد دارن که زودتر تمام کنید بروید. خواهش اکای جمشید. خوب بفرمایید. با آخران و همین خیلی با همین جنبه است کنید شما استاد. نشان دهنده هر یک مقصد و مرام تشکیلات این یا آیین‌نامه میباشه یا که برنامه. من شناس شدم با برنامه پیمان ملی این مردم شناس میشود. چخیلی که ما میدونیم حکومت تاجیکستان پیمان ملی تاجیکستان و تشکیلات اکستریمیستی برآوردگی است. شما با نشر کردن همین برنامه نشان داده که نه اکستریمیستی ما هستیم نه مقصدهای تروریستی داریم. پس برای سفید کردن پیمان ملی تاجیکستان در داخل تاجیکستان شما چی کار به انجام دادنی هستید؟ در تاجیکستان یگانه راهی سفید کردن خود به قدرت رسیدن است. دیگر یگانه راه دیگر نیست. سلامت باشید. دوستان عزیز خواهش میکنم یک چیز است. در اینجا خوراک هست فقط فاصله را رعایت کنید. شکایت کردن به همین مسئولین فاصله را رعایت کنید و خواهش میکنم میزبانا اگر رعایت کنن مهمانا برخش میخوان بروند سراسیمن اونو پیشتر باشن دیگر تمام بفرمایید. به هر حال مهمانا سراسیمن میروند بعضی‌ها. برای همین مهمانا را اگر میزبانا فرصت بدین خوب است. دیگر بفرمایید. اصلا قرار دادگاه اولی تاجیکستان ما قرار هم نمیدونه. نه ما یگان با کجوی سال شجاع باشه. دیگه هم عملش رسانه‌ای کنه که من فعالیت کسبی ما اجرا کردم. ما همکاری با ما باید برای به دست آوردن استقلالیت دولتی تاجیکستان تلاش بورزیم و من فکر می کنم که این یک نهضت مردمی که نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام جمهوری های سابق شوروی، تمام خلق های سابق شوروی خاص بودن. همه اونها برای این تلاش کردن و امروز هم خلق های سابق شوروی، تمام جمهوری ها در همین مرحله قرار دارند، یعنی مرحله به دست آوردن استقلالیت دولتی و ایجاد یک دولت مستقل ملی. مال همه همین ملت است. ملت تاجیک دارد، ازبک دارد، روس دارد، قزاق دارد، ترکمن دارد، ملت کمونیست دارد، اسلامی دارد، ملت لایق دارد، دنیوی دارد، همه چیز دارد. هر کس که به مقابل آرمان‌های کسی دیگر برای سد راه شدن اون کاری میکند یا نمیخواهد که این قشر از ملت آرمان‌های خود را آزادانه تطبیق کنند در حیات، این دشمن این ملت است. وطن ای مادری از طاقت تحقیر خسته، وطن ای شهچناری از شمالی جهل بشکسته،
زی بعدی 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند، فریاد خواهم کرد. وطن با نام تو، با ننگ تو، با عشق مجروحی نبردی تو، به جای عاشقانی غره مرگ و شیر مردی تو، بینای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. بگنجی گوهر باری پاکیزت، بجانت 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 قسم، به هر برگی سرخی گلی لالت، و آرمانی خوش خفتگانت قسم. ای جان و تنم را فدایت کنم، همه از دلم را به پایت کنم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه از دلم را به پایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن وطن به نامت قسم ای وطن. قسم قسم به نامت ای وطن، قسم قسم به نامت ای وطن. ما اینجا نشستگان فرزند یوگه این سرزمین نیستیم. صلح و ثبات مال ما هم هست. دل ما هم برای این وطن می سوزد، می تپد. ما آبادی و آرامی این کشور را خواهان بودیم و خواهیم بود. قسم قسم به نام